السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی ما، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. امروز با سر بلند میتوان گفت که یکایک شما انتظار برنامه امروزه ما بودید، چون که زیاده از 100 نفر به من پیشنهاد موضوع امروزه را کردند. همه میگفتند چرا شما درباره سفری امام علی رحمان به اروپا گپ نمیزنید، چرا برنامه نمی کنید؟ زیاده از 100 نفر نوشتند و اینک پیشنهاد شما و طلب شما را ما به جا میبریم و موضوع امروزه موضوع همین سفری امام علی رحمان به اروپا است، یعنی سفری امام علی رحمان به اروپا و سیاست کدویش. پیرامیده های کدو را در تاجیکستان دیده اید؟ در این باره صحبت میکنیم. خیلی که شما تماشابینان عزیز خودتان میدانید، سفر رئیس جمهور تاجیکستان به اروپا به آخر رسید. جزئیات گفتگو و موافقت هایی که امام علی رحمان با اتحادیه اروپا کرده است معلوم نیست. نمیدونیم چیکار کرده است در اروپا. حالا ببینید تظاهرات اعتراضی مخالفین در شهرهای گوناگون اروپا با اعتراض به دعوت امام علی رحمان و برنامه‌های آنلاینی و تحلیلی در پایگاه‌های مخالفین نمیشد. این سفر امام علی رحمان که برای تاجیکستان واقعا اهمیت دارد، با دو سه خبری اگنتی ملی اطلاعاتی خاور 100 نفر بیشتر نمیخواند و بازنشر خاور در رسانه‌های مستقله مثل رادیوی آزادی و ازپیلیس چون خبری به اهمیت محدود میشد. بله، موضوع بحث ما هم همین نامعلومی جزئیات سفر امام علی رحمان به خارج، اما تحلیل موشکافانه سفرهای داخلیش با لنتبری سیخ‌های دوزندگی و سلفی نزدیک کدو پیرامیده ها است. سوالی که مطرح می شود این است که تماشابینان عزیز، برای کمانده تبلیغاتی امام علی رحمان و صدها رسانه‌ای که از بودجه دولت میلیون ها سامانه دریافت میکنند، کدام از این دو مسئله مهمتر است؟ سیاست خارجی و جایگاه بین المللی کشور، یا اینکه دستاوردهای کشاورزان کدوکار و پیازپرور؟ اصلا مسئله را چند نفر فعالان از دست همین امام علی رحمان گریزه شده به اروپا و امریکا، یا خود روزنامه‌نگاران پناهنده شده از دست رژیم که بیشتر به تبلیغ رژیم و انتقاد مخالفین مشغولند برداشتند. همین ها برداشتند موضوع را. اوی کنی پیش فرضیت ها کنی، تحلیل کنی، گفته اظهار تاسف میکردن، میگفتن که امام علی رحمان به اروپا سفر کرده است. اوی امام علی رحمان به اروپا و به فرانسه، به بروکسل. اما کنی پیش فرضیت ها که چی موافقت ها در اینجا خواهد شد، چی پیش فرضیت ها هست، چی تحلیل ها هست، کنی رسانه های دولتی شما در کجایید، گفته اظهار تاسف میکردن و همین ها سر برداشتن که چرا چنین نیست. اینها ظاهرا امید داشتن بالاخره اروپا کارفرمای اساسیشان را میپذیرد، جایگاه مخالفین در اروپا تنگتر می شود و وظیفه های آنها نیز سبکتر می شود. یا شاید به این نظر بودند که در صورت کسبیتر شدن فعالیت رسانه‌ای حکومت، پیروزی های پای در پای در جنگ اطلاعاتی نیز از دست مخالفین گرفته می شود. حالا ببینید اعتراض این گریزه ها از دست رژیم، ظاهرا اینها حجت هایشون گریزه ها از دست رژیم امام علی رحمان است.
اما 100% به فایده امام علی رحمان کوشش میکنن. انا همین نفران دایم در مبارزه با نفرانی هستند که به این سیاست امام علی رحمان در مخالفت است. یعنی نامشان هم خیلی به خودشان خاص کرده مانده شده است. مخالفین. اعتراض همین مخالفین که میگفتن گزارش برنامه تحلیلی بررسی مسائلی گفته شنید و خبری جالب در رسانه‌های حکومتی جای نداشت. همین گپشان واقعا درست است و پذیرفته نیست، قابل قبول است. آنها به این نظرند که همین نبودن پروپاگاندا و فضاسازی اطلاعاتی بوده که مخالفین امام علی رحمان در جنگ اطلاعاتی پیروز شده‌اند، وگرنه کار رسانه‌ای مخالفین به درد نمیخورد. فهمده شدید؟ اینها میگویند که همین است، وگرنه نظرشان نمیگیرد مخالفین را. همجا در شبکه اجتماعی فیسبوک به همین نگرانی بعضی از ضیاعیان و روزنامه‌نگاران گریزه از دست رژیم در اروپا و امریکا، سید یونس استرافشانی سیاستمدار تاجیک مقیم ایران یک جواب عجایب نوشته است. سید یونس استرافشانی میگوید هیچ جای تعجب ندارد که دستاندرکاران دفتر امام علی رحمان موضوع کدو و پیاز را به سیاست بین المللی ترجیح میدهند، چون مثل خودی امام علی رحمان اصحاب کدو و کارتوشکا هستند و به آنچه که خوب علاقه دارند همان را نیک رسانه‌ای میکنند به طور احسن. سید یونس استرافشانی میگوید که گزارش با جزئیات درباره سفر اروپایی امام علی رحمان به نفع حکومت نیست. برای چی؟ وقتی که گزارش میکنند باید بگویند که در این دیدارها، یعنی در همین سفرش به اروپا، از امام علی رحمان خواسته شده است که زندانی های سیاسی را آزاد کند، یا از امام علی رحمان به جدیت خواسته شده که به حزبها و گروهها و جامعه شهروندی آزادی فعالیت بدهد، یا اینکه مسئولین اروپایی شاید از امام علی رحمان خواستند از این جایش که 30 سال است تکان نمیخورد یک بجنب به داخل. این گپ ها را مگر رسانه های تاجیکستان درباره‌اش گپ میزنند؟ گپ نمیزنند. چی میگویند؟ همین گپ ها رو میگویند؟ نمیگویند البته. حالا ببینید بسیار عجایب به این نگرانی های این دوستانمان همین سید یونس استرافشانی بسیار خوب جواب گفتند. میگویند که در خصوص افغانستان و قهرمانی های امام علی رحمان در این زمینه و خواسته مسئولان اروپایی از امام علی رحمان در این راستا نیست، دستاندرکاران دفترش چیزی برای نوشتن ندارند. فرض کردیم اگر خواستن نویسند باید گزارش دهند که مسئولان اروپایی اگر از امام علی رحمان دعوت کردند دلیلش این است که میخواهند زمین تاجیکستان را در اختیار آنها قرار بدهد و امام علی رحمان اجازه دهد تا اتحاد اروپا تجهیزات نظامی را به دست احمد مسعود برسانند توسط تاجیکستان. اگر دستاندرکاران دفتر امام علی رحمان این واقعیت را بگویند که در این صورت در درجه اول آبروی امام علی رحمان را خودشان به دست خودشان رساندند، یعنی خودشان به طرف مخاطب رساندند که اروپایی ها میخواهند از امام علی رحمان مثل یک لطه پاره
استفاده کنه. فهمیده ده لطه پاره، مثل یک لطه پاره استفاده کنه. ادبی کرده گوییم. اگر سید یونس استرافشانی نظرش این است که خودی اروپایی ها که نمیخواهند میانشان و میان طالبان سرد شود، چون که در آینده قرار است اتحادیه اروپا با طالبان با گفتگو نشیند. حالا همین نیت را دارند. این طور که هست میخواهند از امام علی رحمان استفاده کنند و رابطه های خود با طالبان را از این هم بدتر نکنند. فهمیده شدید؟ همین قدر دیگه هیچ گپ نیست. واهمه کدو را میدیدید؟ پیرامیده کدو را واهمهش را میدیدید؟ چه خیل بود؟ یکی واهمه کدو درباره سفری امام علی رحمان به اروپا در رسانه های تاجیکی خبر نیست، گپ نیست، تحلیل نیست، هیچی وجود ندارد. و مرکزی استراتژی نزد تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت خاموش به لبها مهر زدگی، هیچ گپ نه، یگان پیش فرضیت نیست، یگان گفتنی نیست. حالا بعد از 2-3 روز به گپ می‌درآیند. اول بیاید بگوید که چی گفتن در کار، بعد به گپ می‌درآیند. حالا اینجا معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانوف هم یک گپ خوب گفته است. میگه که نمی‌شود از روزنامه‌نگارانی که به خاطر جزئی ترین گزارش از داخل کشور چشم به اشاره و گوش به قمار به بالایند، یعنی یک گپ عادی ترین نوشتن لازم باشد، حتما اجازت پرسیدنشون در کار. همین روزنامه‌نگاران و جرأت حتی ندارند در ستایش انا همون بالانشینان از خود یک اراده مستقل نشان دهند. حتی برای ستایش کردن جمله انتخاب کردن در کار و این جمله های انتخاب کرده شده باید از بالا دبرا داده شود. فهمده شدید؟ از این گونه انسان ها یک گزارش کرده یا یک تحلیل ارزشمند از خارج کشور آیا میتوان توقع داشت از این گونه نفران؟ البته نه. علیم شیرزمانوف به این نظر است که فعالیت رسانه‌ای مخالفین در مقابل حکومتی که چنین دستگاهی تبلیغاتی دارد به همین مقدار کافی است. انا همین چه خیلی که هست مخالفین همین قدر بس است، به این حکومت همین قدر است. ببینید هم تو آشکار روشن کرده معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان بهای روزنامه‌نگاران داخلی و تحلیلگران آشکار امام علی رحمان را علیکی داده است. ببینید همین یک چیز دردناک است تماشابینان عزیز، به نهایت دردناک است. ما خود رسانه مخالف به حکومت تاجیکستان است و 6 سال است با دستگاه تبلیغاتی رژیم امام علی رحمان مبارزه میبریم. فعالیت دستگاه و عموما تمام رسانه های دولتی خیلی نگران کننده است، خیلی نگران کننده است. هرچند مخالف هستیم و هرچند بر ضد این رژیم مبارزه میبریم، اما خیلی نگران هستیم. برای چی؟ پیش از همه به آن خاطر که با تبلیغات غیر کسبی پر از دروغ و ستایش بت‌تراشی از یک نفر، این دستگاه تبلیغاتی آبروی کشور را به تمام برده است. حتی به اعتراف چند زیایی از دست امام علی رحمان به اروپا گریخته و چندین نفری دیگر
هیچ رسانه معروف در جهان از رسانه های حکومتی تاجیکستان اقتباس نمی آورند. ببینید واقعا در تاجیکستان یک رسانه قوی حکومتی یا نزدیک به حکومت وجود ندارد که در خارج از کشور شناخته شده باشد. ببینید رسانه های حکومتی حتی در داخل کشور شناسایی 10% ندارند. شمار خوانندگان مقاله های خبرگزاری دولتی خاور میخواست چند سال پیش تمامی خبرهای دولتی را زیر منوپولی خود درآورد و دیگر رسانه ها باید از خاور خبرها را بگیرند. حالا همین طور هم شدگی است. باز این خاور اگنتی ملی هم نامیده شده است، اما خوانندگان مقاله هایش از 100 نفر بیشتر نیستند. حالا این 100 نفر که مقاله های خبرهای خاور رو میخونند کی هایند میدونید؟ فکر میکنم این 100 نفر همون برای اون که خبرهای دولتی منوپول شده است و رسانه ها میخواهند بعضی از خبرها رو بگیرند و بجز همین منوپولیستی خبرها خاور دیگر راه نیست، همین رسانه ها وارد میشوند. اکثر حالا ببینید حتی تحلیل های هم که در رسانه های جدی مثل جمهوریت نشر میشوند بجز به سیاست خردمندانه پیشوا ربط دادن حتی حاصل بقلجان پودرینگ پمیدور چیزی نمیشود از این رسانه هم پیدا کرد. ببینید رقیب جدی و رقیب پرزور رقیب خودش را پرزورتر میکند. ما میخواهیم در مقابلمان حریف قدرتمند قرار داشته باشد. چخیلی که گفتم رقابت با قدرتمندان سبب رشد است. ضعیفان باشد سبب تنزل، سبب عقب ماندن. حالا بعضی نفران از مخالفین تنقید میکنند، واقعا درست است. به همین حکومت مخالفت همین قدر میشود. اگر این حکومت بزرگ می بود، قدرتمند می بود، مخالفینش هم قدرتمند می شدن. حالا ببینید ما نه تنها هیچ رقابتی نمی بینیم بلکه شاهد آنیم که رسانه های حکومتی در این 5 سال کاملا باور مردم را از دست دادن. کاملا باور مردم را از دست دادن. برای مثال پیشتر 2-3 سال پیش ما 10 مراتب دروغی رسانه های دولتی را ثابت و نشر کرده بودیم. حالا هم کرده ایستادیم ولی فرق هست. در اول تحقیقات و تحلیل و مقاله های ما خیلی سرخواننده بودن. خیلی مردم اهمیت میدادن. اما حالا کمتر کسی به این موضوع توجه میکند. از واکنش نوشته های مردم ما به این نتیجه رسیدیم که دیگر کمتر نفری پیدا می شود که به نوشته های رسانه های دولتی باور کند. تمام خودش علاقه مردم فهمیده گرفتگی است. خودی مردم علاقه درک کردگی است. فهمیدگی است که این رسانه های دولتی چیکار میکنند. حالا بدون مبالغه میتوان گفت که بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای حکومت امامعلی رحمان کاملا در دست کدو پروران و دوستداران بودرینگ و بقلجان است. کاملا همین نفران، همین کمانده تبلیغاتی مطمئن هستند که ساختن پیرامید از کدو و تربوز، ساختن تراکتور از کارتوشکا،
و ساختن دوتار از لیمو نشان دهنده رشد کشور بهشت روی زمین بودن تاجیکستان و جلب کننده توجه سیاحان و حتی رهبران کشور دیگر است. و حتی به این باور هستند که همین مسخره بازی ها جزئی فرهنگ ملی است. فهمیده ایستادید؟ همین خیلی نباشد مگر روز تا روز همین کارشان بیشتر می شود و فانتزی هایشان زیادتر می شود. در پیرامید سازی حالا دوتار نبود، دوتارش هم دیدیم. حالا از کدو فانتان فاوره برآمده ایستادگیش نبود، من حالا این فانتزی هم پیدا شد. کدو فاوره ها، کدو فاوره ها. از چه سبب اینها همه را مانده‌اند؟ به کدو رکلام گذاشتگی هستند. به رکلام به سیاست خارجی هیچ اهمیت ندارد. به اینها سیاست های بین المللی کشور به اینها هیچ اهمیت ندارد. سفرهای رئیس جمهور کشور به اینها هیچ اهمیت ندارد. به این کدو پروران چرا چنین باشد؟ به فکر ما میستباند اینجا دو سبب داشته باشد. این گروه شاید آن قدر به حق بودن خود مطمئن هستند که انتقاد و مسخره کل جامعه هم کمترین تاثیر به عقیدهشان ندارد. یا اینکه انا همین سرچشمه سیاست کدو به خودی کدو شاه میرسد. کدو شاه از هر دوش یکش. باور کنید شاید فرضیه سیوم هم وجود داشته باشد اما من نفهمیدم که این چی است. ببینید چند سال است که نه تنها مخالفان و فعالان جامعه شهروندی و رسانه‌ای بلکه خود طرفداران و مبلغان حکومت این سیاست کدو را با شدت تنقید میکنند، به مسخره میکشند. در چند سال رشد فرهنگ کدو پیرامیده بخش تبلیغاتی حکومت امام علی رحمان کمترین دلیل نآوردند که این فرهنگ و این سیاست چی است، چه معنی دارد. حالا ببینید تماشابینان عزیز، حالا فکر شما هم اینجا انشاءالله گوش میکنیم. ببینید چند سال قبل همین ها دعوا میکردند که این کار به خاطر تبلیغ میوه های بهشتی تاجیکستان و جلب توجه رهبران کشورهای دیگر به آن است تا اینکه در آینده صادرات شود. همین میوه ها را رکلام میکنند، پرزیدنت های دیگر کشورها آماده میبینند، بعد میگویند که رفته به کشورشون میگویند که از تاجیکستان سیب بیارید، از تاجیکستان کدو بیارید، از تاجیکستان کبچاک و بخلجان بیارید. اینها این گونه امید داشتن، یعنی به دعوای خودشون. حالا ببینید اگر این دعوایشون رو درست گویه، ببینید چند بار سازشنامه های در همین سمت، یعنی صادرات سبزوات و میوه، با روسیه هم امضا شدن، با قزاقستان هم امضا شدن. چی شد؟ نه تنها صادرات هیچ میوه یا سبزوات سیستمی شد، حتی اقلا چند ماه همین کار راه انداخته نشد. همین کم تاجیکستان پیاز صادرات میکرد، همین هم نیمگی شده رفت. حالا اینها درباره میوه خشک گپ میزنن. میوه خشک به سیاست امام علی کدو شاه یگان ربطی ندارد. میوه خشک صادراتش بیشتر از 200 میلیون دلار را تشکیل میدهد حجمش. به این سیاست کدوی امام علی رحمان باور کنید یگان ربط ندارد.
هر یک شما میدونید که این از سالهای 70 عصر 20 تاجران ما با روسیه میوه خشک میبیارند. اکنون ببینید وزارت کارهای خارجی تاجیکستان 10 سال است که یکی از وظیفه های اساسیش نوشتن نامه به کشورهای مترقی با خواهش قبولی امام علی رحمان است. خواهش میکنیم همین رئیس جمهوری ما را یک بار به کشورتان قبول کنید. 1 ساعت داریتان هم میلش 15 دقیقه رفته بیاید همانش یک بار همین رفته چغ زده بیاید. التماس امام علی رحمان یک مخوی سیاسی شدگی بود. مخاف هیچ رهبر یگان کشوری که خودش را احترام میکند نمیخواهد در یک طرفی سلفی امام علی رحمان باشد. یادتان هست تماشابینان عزیز 2 سال پیش با میانه روی شاهزاده آقاخان دو اپارات حکومت و وزارت کارهای خارجی تاجیکستان موفق شده بودند سفری رئیس جمهور به پاریژ را به دست بیارند. هرچند این سفر کمترین منفعت به کشور نداشت. حالا بنابر وضع منطقه مسئله افغانستان اتحادیه اروپا به تاجیکستان توجه کرد و امام علی رحمان را به اروپا دعوت کرد. اکنون این سفر واقعا برای تاجیکستان مهم بود. واقعا مهم بود و شاید بعضی موافقت هایم شاید صورت گرفته است. اما چی؟ دستگاه کدوپرور تبلیغاتی رئیس جمهور چیزی نه به نفع کشور و نه به نفع خودی کدوشاه انجام نداد. هیچی. این سفر همین سفر امام علی رحمان زیر سایه سیاست خردمندانه کدو ماند و برابر قیچی که در دست امام علی رحمان به ناحیه ها برای تماشای کدو پیرامیده سفر میکند چین همون قدر نداشت. همین خیلی فراموش شده میرود. چرا؟ چون که دوباره فرهنگ و سیاست کدو در سرخط تبلیغاتی تیمی کدو پروری تبلیغاتی قرار میگیرد. انا همین تمام سیاست کدو بقلجان و بودرین از سیاست خارجی تاجیکستان بالاتر است. حالا سفر یک رئیس جمهور به اتحادیه اروپا مثل یک سلفی امام علی رحمان با کدو در تلویزیون ها نشان داده نشد. در بارش گپی نرفت. فهمده ایستادید؟ حالا تماشابینان عزیز ببینید در این باره چند گپ زنیم کم است. جونی آدم درد میکند، جگری آدم میسوزد. این کدوشاه هرچند من به سیاست‌هایش مخالف هستم، هرچند یگان سیاستش را قبول ندارم، این کدوشاه پرزیدنت ما است، پرزیدنت تاجیکستان است. این ما را معرفی میکند در خارج. بد است، نیک است، رئیس جمهوری ما است.
کاودنی این کدوشا، ابلهی این کدوشا، ابلهی یک ملت رو نشان میدهد. اینش دردناک است تماشابینان عزیز. حالا از یک و یک شما خواهش میکنم وارد استودیو شوید. هر یکی که خواهش سخن کردن دارید، هر یکی که میخواهید یگان گفتنیتون را ابراز نمایید، مرحمت بفرمایید. حالا ما بینم چند نفر وارد شدن. برادر عزیز گرامی الهام جان یعقوبوف، رئیسی اساسیه مهاجران آسیای مرکزی در اروپا وارد شدند. خوش آمدید برادر عزیز. و چند نفر دیگر عبدالخالد و امین وارد شدند. شما را نیز خوش آمدید میگویم. یک نفر از وطن انتظار هستند که با اون کس نیز سخن بدهیم. نفری از وطن زندگی هستند. همه شما را خوش آمدید میگویم و بدون مقدمه من سخن را به الهام جان یعقوبوف میدهم. بفرمایید برادر عزیز گرامی. تشکر زیاد برادر ارجمند و عزیزم شوکت جان. سلام علیکم هموطنان. بار دیگر سلام علیکم شوکت جان. من میخوام البته یک تحلیل داشته باشم در این موضوعی که شما پیشکش مردم و همه ما کردید و واقعا اینجا حرفای درست هم گفتید، ولی چرا مطبوعات های دولتی این سفری رحمانوف رو خوب تبلیغ نکردن؟ البته سبب هست و سبب اساسی رو من در اینجا میبینم که اصلا موقع تاجیکستان در مسئله افغانستان موقع خودش نیست است. این موقع البته خیلی دولت‌های زیاد است، از جمله موقع روسیه است که این موقع روسیه رو تبلیغ دارد و تاجیکستان در مسئله افغانستان با نشانداد روسیه کار میکند. با نشانداد روسیه کار میکند. چرا من حاضر اینجا خواهم گفت؟ چون گفتم که تاجیکستان به نشانداد روسیه، به گفتگوی روسیه هیچ عمل در مسئله افغانستان کرده نمیتواند. حتی پوتین، حکومت روسیه به تاجیکستان اجازه نداده است که یک مهاجر را قبول کند. حتی آنهایی که حتی اتحاد اروپا و تمام کشور غرب خواهش کرد که از تاجیکستان تا اون نفرانی که با ناتو، با آمریکا، با کشورهای اتحاد اروپا، افغان‌ها که همکاری کردند 20 سال گذشته، به خاطر امنیت آنها به تاجیکستان کشانده شود تا گرفتن ویزا. وقتی که آنها ویزا میگرفتند بعد به کشورهای آلمان یا کشورهای اتحاد اروپا یا به آمریکا میرفت. آوازم میرفت، یعنی به کشورهای سوم انتقال داده میشد. از طریق تاجیکستان باید رفتنش در کار بود و پوتین این را اجازه نداد. یعنی که وقتی که پوتین اجازه نداد تاجیکستان به این کار دست نزد. یعنی یک نفر رو هم به تاجیکستان قبول نکرد که تا امنیت آنها رو تامین کند. یعنی تمام عملها و فعالیت‌هایی که به حادثه افغانستان و طالبان ربط داشت تاجیکستان هیچ کار کرده نمیتواند. فقط نشاندادی روسیه، با نشاندادی روسیه کار میکند. و اینجا یک چیزی مسئله مهم است و اتحاد اروپا به عقل نیستند. آنها وقتی میبیند که تاجیکستان با نشانداد روسیه کار میکند و روسیه تاجیکستان، حالا بسیارها گمان میکنند که تاجیکستان یک وسیله بین طالبان و اتحاد اروپا شده است. این گمان خطا است. تاجیکستان وسیله بین روسیه و اتحاد اروپا است. برای که اتحاد اروپا مستقیم با روسیه در مسئله افغانستان صحبت نمیکنند. آنها خیلی میخواهند که با خود روسیه صحبت کنند، مسئله افغانستان رو در یک میز گیر با روسیه حل کنند اتحاد اروپا، اما نمیتونند. برای چی؟ برای آنکه کشور اتحاد اروپا و روسیه تحریم ایجاد کرده است و روسیه خیلی یک بازیگر اساسی است و کلید گفتگوی طالبان در دست روسیه است. بیشتر کلید گفتگوی طالبان در دست روسیه است و همین طور تاجیکستان یک وسیله تبدیل شده است که بین روسیه و اتحاد اروپا یک کوپروک هست و تمام گفتگوی روسیه و خواهش‌های روسیه را به اتحاد اروپا رسانده ایستاده است و از آنجا حرف‌های اتحاد اروپا را به روسیه میرساند. یعنی که اینجا تاجیکستان در مسئله افغانستان هیچ کار انجام
дода наметавонад. чихеле ки гуфтам, ин як посредник аст ва ҳамин функсияро Тоҷикистон иҷро карда истодааст ва ба хотири ҳамин савол дода гузарам. Бубинед, яъне калиди гуфтугӯ бигзор чунин бошад байни Русия ва Аврупо. Аммо чаро маҳз Эмомали Раҳмон, чаро дигар президентҳои дигар кишварҳо, масалан гирем Шавкат Мирзоев хуб аст, Қирғизистон рафта гуфтугӯ карда омад, Туркменистон аз ҷумла. ҳоло Тоҷикистон ҳам гуфтугӯ фақат пинҳонӣ аст. Нигоҳ кунед, бародари азиз, Тоҷикистон ҳам бо Толибон алоқа дорад. Фақат кушоду равшан нест, мисли Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва ин ҷоҳо. Ва Русия иҷоза дод ки онҳо ошкоро ва равшан бо Толибон ҳамкорӣ дошта бошанд, алоқа дошта бошанд. Вале ба Тоҷикистон иҷозат нашудааст ки равшан ва ошкор бо Толибон ҳамкорӣ анҷом диҳад. Ба хотири он аст ки ин даричаро Русия кушода монд ки Иттиҳоди Аврупо бо воситаи Тоҷикистон ба Русия барояд. Фаҳмидед, як кишвари Тоҷикистонро махсус ҳам як дарича мондааст ки то Тоҷикистон васила байни Иттиҳоди Аврупо ва Русия шавад. Ва чаро Тоҷикистонро интихоб кард? Ба хотири он ки воқеан дар Афғонистон тоҷикҳо зиёд ҳаст ва масъалаи тоҷики ҳаст ва фоизи тоҷикҳо зиёд аст. Ба хотири ҳамин Русия Тоҷикистонро интихоб кардааст ва худи вазири корҳои хориҷии Русия ҷаноби Лавров ҳам дар як суҳбаташ ҳам гуфта буд ки тамом масъалаҳои ҳаводиси Афғонистон бояд бо Тоҷикистон ҳаллу фасл шавад. ва ба хотири ҳамин Иттиҳоди Аврупо хеле одамои зирак ҳастанд, доно ҳастанд. Шумо фикр накунед ки онҳо медонанд ки хуб Тоҷикистон ва худи Раҳмонов ҳеҷ корро анҷом дода наметавонад. Инро танҳо ба хотири ин анҷом дода истодааст ки Раҳмонов васила байни Русия шавад. Чӣ хеле ки гуфтам, худи Иттиҳоди Аврупо бо Русия ҳамкорӣ дар масъалаи Афғонистон карда наметавонад. Ва чаро Фаронса пеш аз ҳама Раҳмоновро даъват кард? Он метавонист Олмон даъват кунад, метавонист як кишвари Италия даъват кунад, чун дар Иттиҳоди Аврупо 3-4 кишварҳои абадқудрат ҳастанд ки байни худ дар масъалаҳои глобалӣ ҳамеша мусобиқа мекунанд, ҳамеша байнашон як лидер шудан ҳаст. ва вақте ки мавқеи Тоҷикистон баъд аз 2 ҳафтаи ишғол кардани Афғонистон, агар 15 августи соли ҳамин сол Толибон ба Афғонистон ворид шуда бошад ва куллан Афғонистонро тасарруф карда бошад, баъд аз 2 ҳафта мавқеи Тоҷикистон гуфта шуд. ва баъд аз ҳамон пагаш Фаронса Раҳмоновро ва Иттиҳоди Аврупо рагрӯз баъд аз Фаронса Раҳмоновро даъват кард. ва то 2 ҳафтае ки мавқеи Тоҷикистон маълум нашуд, мавқеи Ӯзбекистон, мавқеи Туркменистон, мавқеи дигар минтақаи Осиёи марказӣ аллакай маълум шуда буд. ва ба хотири ҳамин аввалин шуда Фаронса даъват кард, ба хотири он ки Иттиҳоди Аврупо чӣ хеле гуфтам байни 4-5 давлат яъне ки дар як масъалаи калидӣ лидер шудан мехоҳад. ва барои ҳамин Фаронса аз ҳама пешдастӣ кард ва Раҳмоновро ба хотири Афғонистон даъват кард. ва инҷо шумо як масъалаи хуб ҳам гуфтед ки чаро дар дигар масъалаҳо ё созишномаҳои бузург анҷом нашуд. ва албатта дар инҷо ягон созишнома ҳам маълум нест ва чизе ҳам нашудааст. Агар баъди гузоришҳои аврупоиро бихонед, фақат дар бораи иқлим, дар бораи об, дар бораи кабудзорӣ, дар бораи ҳамин масъалаҳо гоё ки гуфтугузор шуд. Ин як чизе ки буд ки як чизи формальност мегӯяд, яъне формальност буд ки гӯё ки Раҳмоновро ғайр аз Афғонистон бояд боз масъалаҳое ки марбут ба Тоҷикистону ба Осиёи марказӣ ҳаст гӯё ки даъват шудаванд. Вале ин як чизи ман донистан мехоҳам ки аз шумо ба назари шумо Эмомали Раҳмон дар Аврупо чиро ҳал кард ва агар ба Русия як чизе аз гуфтушунид гузориш дода бошад, чӣ гузоришҳое дода метавонад ва чӣ гуфтушунидҳое ба назари шумо дар Аврупо шуд? бале, дар инҷо барои мо пинҳон аст, фақат чӣ гуфтугузор шудааст, чӣ ҳарфҳои Русияро гуфта шудааст, фақат онҳо фақат Раҳмонов чӣ хеле гуфтам васила ва як посредники ҳаст ки мехоҳад ки робитаи Иттиҳоди Аврупо ва ҳодисаи Афғонистон бо Русия ҳал шавад. ва худи Иттиҳоди Аврупо ҳам хуб медонад ки
تا با روسیه همسایه نشود، با روسیه این مسئله حوادث افغانستان رو حل فصل نکند، مسئله اتحاد اروپا با افغانستان حل نخواهد شد. نگاه کنید، اتحاد اروپا با خود طالبان هم همکاری دارد. دیروز در قطر هم واخوری انجام داد و وعده بیش از 1 میلیارد یورو به خاطر حکومت افغانستان یا به همه زینه‌هایی که یا ساحه‌هایی که در افغانستان هست بیش از 1 میلیارد یورو کمکی به بازگشت وعده کرده است. اما اینجا مسائل سیاسی، مسائل امنیتی با خود طالبان هم اتحاد اروپا حل کرده نمیتواند. در اینجا فقط بازنگران هست، از جمله روسیه، پاکستان و خیتای و همچنین ایران است که اتحاد اروپا میخواهد با همین کشورها همکاریشان رو با افغانستان ادامه دهد. ولی در اینجا بازنگر اساسی چخیلی گفتیم خود روسیه است و اتحاد اروپا نمیتواند که مستقیم با روسیه در مسئله افغانستان همکاری کند. تشکر. حالا یک نفر با نام علی اینجا سخن کردن هستند که ببینیم به نظرهای شما چی فکر دارند. علی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اوضاع من خوب میرود؟ شاید شنیده باشید اینجا برادر الهام جان یعقوبوف گپ زدند. فکر شخصی شما چی است در این باره؟ راستی گپ همی سیدی از من خوب نباشه و سیدی از شما خیلی که محکم گپاش چسبیده آمدن رو نفهمیدم. حالا شما منتظر شوید. برادر عزیز یک زنگ از واتساپ آمده ایستاده است، از تاجیکستان زنگ زده ایستادند. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. گوش میکنم شما را، بفرمایید. شما هستین. سلامتی تشکر شما. زنده باشید. شما یک برنامه پیشنهاد گرفتید وابسته به کدو گفتید، وابسته که هر سال فقط مسئله کدو است. شما همین حس ملی دارین؟ همین حس ملی ما دل جگرها کباب که چرا قدر سفر پرزیدنت از پیرامید کدو بالا پایین‌تر است؟ گوش کنید. شما گفتین که در پیش دولت برای پیشنهاد دولت ریسرچ صدایتان کنده میگوید برادر عزیز. حالا ما نمیشنویم که شما چی گفته ایستادید. فقط من اینجا اگر صدایتان خوب میآمد از شما سوال میکردم که از همین سفری امام علی رحمان که به اروپا صورت گرفت چی میدانید و چی موافقت های به میان آمدند؟ از شما پرسیدنی بودم چون که شما ایراد دارید به این گفته های ما. گوش کنید، من به سوال شما جواب میگم. شما اول همی گذشتگان تاریخ گذشته مردم تاجیک خوندید، گوش کردید که یعنی عید مهرگان، جشن مهرگان دیگه جشن صده در همین حالا موضوع ما جشن مهرگان صده نیست. مردم تاجیک برادر عزیز خواهش میکنم برادر عزیز، حالا جشن مهرگان صده نیست. جشن صده 100 روز پیش از عید نوروز میآید و جشن مهرگان هم وای خودش رو دارد. برادر عزیز حالا موضوع یک سو نکشید. مسئله یک بار استادشون خاموش کن. برادر عزیز موضوع جشن مهرگان صده نیست. موضوع سفری امام علی رحمان است. و چرا سفری امام علی رحمان خوب در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی تاجیکستان و عموما در وسایل اخباری عامه تاجیکستان خوب گزارش نشد؟ اقلا از یکی سری مثل سلفیش با کدو. ما از این نگران هستیم. انکون گپ زنید چرا این خیر شد؟ شما اول صحبتتون درباره مسئله کدو سر شد. برای همین من مسئله را جواب دادم که اینها را شما نادیده نگیرین که اینها گذشتگان ملت تاجیک چیزا جشن میگیرن. گرچه شما یک مدت در دولت برادر عزیز وقتی که رئیس جمهوران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان آمدن، آن وقت نه جشن مهرگان بود نه جشن صده بود.
خب درباره امنیت دست جمعی اگر تماشا برادر که شما گپ رو نمیفهمید، من درباره امنیت دست جمعی گپ نزده شدم. وقتی که رئیس جمهوران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان رفتن و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان رفتن، انامین ایمیج میکر های امام علی رحمان بردن امام علی رحمان با امام علی رحمان چی کردن؟ بردن تا اینکه همین پیرامید های کدو لبلبو و بقلجان را به پرزیدنت های کشورها نشان بدهد. در آن وقت نه جشن کدو نه جشن صدر بود نه جشن مهرگان بود. شما تمام کردین گفتونا؟ تمام کردم. انا که گوش کنین وقتی که در بامو همکاری شانگهای مجلس کلان شد، شما برآمد روبر دولت وابسته به منفعت ملت تاجیک تا اومد تاجیکان برادر عزیز اونجا من نبروید. من به شما گفته شدم که انا همین ها همین کدو پیرامید در همونجا نمایش داده شد. برآمد منفعت این گپ مونه همون رنگ همین کدو پیرامید سفر امام علی رحمان در رسانه های تاجیکی انعکاس نیافت. گپ در همین جا است. مونه اونجا چی گفته است چه مونده است؟ موضوع ما این نیست. موضوع ما این است. من نمیمونم که شما از موضوع دور روید. اون چیزی که برای منفعت دولت است شما او را نظر نگیر میگیرین یک کمبودی اگر بیاید برادر عزیز همین کدو به منفعت ملی بقلجان به منفعت ملی چی دخل دارد؟ پیرامید کدو اینا برای دستاوردهای ملی بدن که در تاجیکستان کدو دستاورد ملی است. بله کارخانه و صنعت دیگر چیزو اینشون اذیت کشاورزی گرچه که سوای کشاورزی دولت تاجیکستان هم از یک سوای کشاورزیش پیشرفت است. همین را به دیگر دولت‌ها نشون داد. دیگر یگان چیزی نشون دادن نیافته بغیر از کدو، پمیدور، بودریگ و کارتوشکایو بقلجان. ها تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک نفر به نام عبدالمجید بره یا عبدالرشید عبدالخالق با نام امین سوز میکنه بعد از این امین عبدالخالق عبدالخالق صدایتون کنده شده است. امین بفرمایید. صدایتون به نهایت مشوش است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر جان اهل اسلام، تشکر با سلام به تماشابینان شما. سلام به بعد از برنامه تماشا میکردگی شما. گفتنی هستم که چرا فقط در ما میوجات و دیگر مقصد فقط کدو یا بلگرسکی و بایمیجان و دیگر چیزو دیگر کار در ما نیست. یک قدر ما سنگ داریم، سفاله داریم، طلا داریم یا مقصد دیگر بریلیان داریم، دیگر دمی کوهای تاجیکستان تمام این چیز یافته می شود یا دیگر زاودها یا مقصد چرا فقط ما امی پیشروی تاجیکستان فقط در کدو میبینیم. گفتنی هستم که همین برادر کیازی برآمد مقصد در واتساپ که گپ زد با همو گفتنی هستم که تو هم قدر اگر آدم با عقل باشی چی باشی چرا فرهنگی دیگر دولت ها مقصد نه رقص بازی نه یک مقصد کلچه و یا مقصد اصل دیگر چیزا نیست میاین هم تو همو پیش وازگیرنده یک فهمیدیم که یک گسنی سر نامش یک رئیسش بده مقصد مهمان خونه امام علی رحمان رو پیشواز گرفته است. من به این باور ندارم تا این حد آنها رئیس جمهوری یک کشور رو تحقیر کنند. شاید یگان انیق است که یگان نفری بلندپایه اون کشور نبود، یگان نفری بلندپایه نبود، شاید یگان کارمند وزارت کارهای خارجی باشد. انا ببینید که اکا جان ما وقتی که میویا در تاجیکستان کدام پرزیدنت نباشه، ازبکستان باشه، در اروپا
ай ҳама пурқувваттарин мақсад демократия аз ҳама беҳтарин мақсад вақте ки даже Ӯзбекистон ё Қирғизистон ё дигар давлатҳо меоянд, мо тамоми рақсу бозиву ҳама бача саркагӣ то духтара занакомона мебурем дар пеш ё рақсу ё гурсорӣ карда ё мақсад мебаранд ҳамин дар тай пош ҳамин каду аноро президентҳои иттиҳоди Аврупо одамгарӣ надора. амино биёя якбор пешвозгирӣ аз Эмомалӣ Раҳмон ёд гира. ин президентҳои Аврупо дар бораш гап назанед бародари азиз. одамгарӣ надоштанд, бовар кунед. ана бубинед ки акаҷон, бубинед ки шумо ба чӣ дараҷара агар шумо мегӯед ки одамгарӣ надорам, и ба одамгарӣ ки агар ози Аврупо надошта боша, агар не ки ба чунине ки и одамгарӣ дора мақсад оз ина демократия мега дигар чизо мега, чаро мақсад мухолифонаш ин қадар таҳқир мекунанд, ин қадар гап мезананд, и ба ягон мухолифон ё мақсад даже встречач накарданд. тоҷикои худча намедонам дар дигар самолёт ё пештар бурд ё чӣ бурд, дигар пешвои миллатаму қавристони аъзами миллатаму ин қадар чиё встречат карданд. ба ин дараҷара ҳамин тоҷик мардум ҳамин масъалаи бародари азиз Амин, ҳоло як дақиқа, ҳамин масъалаи гуфтед ки меҳмондори як меҳмонхона раис ҷумҳурро пешвоз гирифтааст. дар асл унҷо худи ҳамин ҳукуматиҳо, худи ҳамин расонаҳои давлатии Тоҷикистон инро тарҷума кардагӣ ҳастанд ки ки пешвоз гирифтагӣ ҳаст. унҷо ҳамин меҳмондор нафаре ки аз ҳукумат барои меҳмондории Эмомалӣ Раҳмон барои пешвозаш рафтагааст, ба назари ман ро меҳмондор муаррифӣ карда, яъне дар хабар гуфтагӣ ҳастанд. инҳо ҳамин расонаҳои давлатии Тоҷикистон инро ҳамин хел тарҷума кардагӣ ҳастанд. тарҷумаро бинед, меҳмондори яке аз меҳмонхонаҳои бонуфузи Франсия ва ҳайати дипломатии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин кишвар бо як шукӯҳу шаҳомати хосе пешвои миллатро пешвоз гирифтанд, гуфта хабар додагӣ ҳастанд. наход шаҳрвандои худа аз ҳамин Тоҷикистон ба Аврупо равад, дар як кишвар туро шаҳрвандони худат пешвоз бигирад, ин шукӯҳу шаҳомати хоса бошад. ин шармандагиро ба куҷо мебарад? ин гапсозиро бинед. ҳоло амин бародари азиз, маъзарат мехоҳам, ман инҷо аз бародар Илҳомҷон як чизро пурсанӣ ҳастам. бародари азиз Илҳомҷон, мегуфтед ки чаро ҳоло чӣ хеле ки гуфта истодем, ҳамин васоити ахбори оммаи Тоҷикистон аз сафари хориҷии Эмомалӣ Раҳмон ҳамун пирамидаҳои Кадуро болотар медонанд. ба назари шумо чӣ аст? ягон чиз шумо пай мебаред? бале, ман чӣ хеле гуфтам, ман ба ҳамун фикрам ки ҳаст ва аниқ ҳам тақрибан ман аниқ мегӯям. нигоҳ кунед, баъд аз мавқеи Тоҷикистон ва мавқеи Русия маълум шудан дар бораи Афғонистон, баъд аз 45 рӯзи ҳамин мавқеи Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмонов ба Иттиҳоди Аврупо ва Фаронса рафт. яъне ки сафари аврупоии Раҳмонов баъд аз 45 рӯзи мавқеи расмии ҳукумати Тоҷикистон анҷом шуд. яъне нигоҳ кунед, агар сафарҳои расмӣ ва сафарҳое ки раис ҷумҳурҳо ба Иттиҳоди Аврупо ё кишварҳои ғарб, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо мераванд, ҳадди ақал 6 моҳ то 1 сол лозим аст. Шавкат Мирзоев ба хотири Олмон рафтан, ба хотири Фаронса рафтан, 1 сол
فقط برنامه‌ریزی کرد که تا اتحاد اروپا قبول کند کشورهای اتحاد اروپا در مسائل اقتصادی در مسائل فرهنگی آن سازشنامه‌ای که شوکت میرزایوف بست خیلی سازشنامه‌ای کلان بود ولی 6 ماه تا 1 سال لازم شد که او رو قبول کنند دعوت کنند اما رحمانوف رو در 45 روز یعنی که دعوت کردند و سفر او در مدت 45 روز معلوم شد یعنی اگر 25 آگوست سال 2011 موقع تاجیکستان معلوم شد و اتحاد اروپا دید که این تاجیکستان تنها وسیله بین روسیه و اتحاد اروپا می شود و او را دعوت کردند یعنی اینجا فقط مسئله افغانستان بود و تنها تاجیکستان وسیله بین اتحاد اروپا و روسیه است وقتی که این است در در رسانه‌های دولتی این را تبلیغ نمی‌کنند رسانه‌های دولتی چی را تبلیغ کنند وقتی که اگر این برنامه مشخص می‌بود برنامه‌های اقتصادی سازشنامه اقتصادی بسته می‌شد برنامه‌های سازشنامه‌های فرهنگی بسته می‌شد سازشنامه‌های اقلیمی بسته می‌شد سازشنامه‌های زمینی و ریلیفی و نمی‌دونم دیگر سازشنامه‌هایی که هستند اگر اون بسته می‌شد خیلی تبلیغ می‌کردند در اینجا یگان سازشنامه بسته نشد در اینجا فقط تاجیکستان پسردی که روسیه است و در اینجا این اطلاعات‌های اگنت‌های ملی که شما میگوید همشون ناچار ماندند حتی 2 سال پیش که تاجیکستان به فرانسه رفت یک سازشنامه بست و خب خریدنی 4 ورتولات از فرانسه این قدر تبلیغ کردند که این قدر سازشنامه تبلیغ کردند که برای کردن 4 ورتولات که یک تاجر هم رفته میتوند و 4 نه 40 تا مثلا ورتولات خریده میتوند برای ورتولات خریدن پرزیدنت لازم نیست ولی این را خیلی تبلیغ کردند این دفعه تبلیغ کردن نتوانستند به خاطر آنکه واقعیت خیلی که من گفتم تاجیکستان در اینجا فقط رول وسیله را بازی کرده است تشکر اگر سوالتان باشد مرحمت من شما رو حالا ببینید اینجا میبخشید من برای گپ شما را بریدنی خواستم و سوال دادن خواستم که ببینید این سفر رئیس جمهور به نهایت باید مهم بشد برای چی برای اینکه مثل یک رئیس جمهوری یک کمخواه این نمیتونست با کشورهای اروپایی یا دیگر کشورها راه یابد و بسیاری از کشورهای در دایره بعضی از نشست ها و کنفرانس ها صورت بگرفت و این سفر امامعلی رحمان که به اروپا سفر کرد به نهایت مهم دانسته میشد و ببینید در همین شب روز رئیس پارلمان تاجیکستان به ترکیه سفر کرد بله به ترکیه سفر کرد ضمن این سفرش به ترکیه میتوان گفت که از سفر یک رئیس جمهور سفر رئیس پارلمانش با چیتر با شکوهتر و یعنی با نتیجه تر بوده است چرا؟ ببینید تاجیکستان و ترکیه در همین سفر رئیس پارلمان به ترکیه با این گفت و شنید به این موافقه رسیدند که تجارت دو جانبه را به 1 میلیارد دلار میرسانند درست تجارت دو جانبه را به 1 میلیارد دلار میرسانند همین مثلا اگر رئیس پارلمان رفت از این کار را کرده است رئیس جمهور اروپا رفت چیکار کرد بروکسل رفت چیکار کرد فرانسه رفت چیکار کرد هیچ کار نکرد و هیچ کار کرده هم نمیتوند فقط این خیلی سفری مهم بود برای ایمیج بودن برای ایمیج مشاکلی رفته است از تاجیکستان موزه مشاکلی رفته است بله یعنی برای باید برود یگون وزیر فرهنگ برود موزه تماشا کند من گفتم که برادر عزیز واقعا من با گفتم که این تاجیکستان وسیله بین اتحاد اروپا و روسیه است شما من گفتم پیشتر هم که حتی روسیه برای اون کارمندانی که با ناتو افغانایی که با ناتو و با کشورهای اتحاد اروپا کار میکردن روسیه اجازه نداد که به خاک تاجیکستان گذرند 2000-3000 نفر و آنها در جای امن باشند و وقتی که ویزا میگیرند به کشورهای دیگر به کشور سوم میکشند ولی روسیه این را اجازه نداد برای تاجیکستان به خاطر آن که تا که اتحاد اروپا با روسیه گفتگو کند و خیلی که من گفتم خود اتحاد اروپا در این مسئله ها گفتگو کرده نمیتوند زیرا که تحریم است و
اینجا خیلی یک چیز خوب هم گفتید از یادم نرود برای امامعلی رحمانوف یک شانس خیلی کلان بود. اگر شما تحلیلگری مسئله سیاسی باشد حیف به این سیاسی گوش کنید. الو بفرمایید. برای امامعلی رحمانوف این خیلی یک سفری مهم بود، برای ایمیج سازیش خیلی مهم بود و رحمانوف خیلی میخواست که خودش رو در اروپا لگالیزاسیون کنه. وقتی که این شخصیت‌های دیکتاتور، راهبرهای دیکتاتوری در اتحاد اروپا همچون یک دیکتاتور خواهیم نخواهیم شناخته میشد و لگالیزاسیون ندارد و خیلی شانس خوب داد که لگالیزاسیون کنه. موضوع با شما برمیگردم، حتما در این باره سوال دارم. اینجا یک زنگ از واتساپ اومده ایستاده است. اینجا یک برادر هست، ما پیشتر هم بحث کردیم، خیام‌الدین والد شده است. خیام‌الدین از دانشگاه دولتی شهر خوجند اگر خطا نکنم استاد دانشگاه هستند و ما اونجا بحث اون یک نفر سلامت باشید. یک کس بلند است، یک کس پایین است، فرق ندارد. نوبت اگر آمده در آسیا مقصد این کسان صحبت خود از نسیم دولتوف خیام‌الدین حسن ان شاء الله به ایشون سخن بدهیم. حالا یک نوبت به زنگ واتساپی است. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اصلا من میخوام چند اندیشه را با شما در تماس باشم. یکم این که شما یک بار توجه میکنید که در همین گپزنیتون در سخنرانی شما چندین خطایی های هست که اگر واقعا ژرفتر نظر افکنیم واقعا هم بی‌سوادانه است. معلش بفرمایید. قبول بفرمایید. این یک. دوم این که نه دوم نگذارید. صبر. دوم نگذارید. برادر عزیز خواهش میکنم گوش کنید. من از زمره نفرای نیستم که شما بالای سرشون چهارمغز میشکنید و خاموش میشم. من از شما بحث میکنم، گوش کنید. معلش برادر دوم نگذارید. شما یکم گفتید ما ریشتان در کنی منتون مرا گوش کن. یکم خطاهای گپ زنید. اکای شوکت جان، اما کسایی که حقارت رو داشنا میکنن قطع بکنن، لازم نیست چی در کار تحقیر میکنن. بسیار بی‌سوادانه حرف میزنید، حتی پیوندی جملهات بسیار غلطی زیاد دارد. بفرمایید. کی خط مبارز تایید میکنی مخالف شما با میگم که من از زمره اون نفرا نیستم که بالای سرشون چهارمغز میشکنن شما را خاموش میکنه. ایوان نیستم من. چهارمغز نشکنید. با من هم حق ندید گوش کنید. شما من گوش کنید. شما اینقدر بسیار والله و دغدغه نکنید. گوش کنید. شما از زمره همون نفرای هستید که یک نفری که در واقع با یک سوال کوتاهی که نامشخص است و از این کجا پا در هوا میارید اون که پا همین خبیده فلان شما یک چیز فهمیده باشید که امروز انامیر شما در همین اون که اندیشتون دور بزنانین که تاجیکستان بهشت آسا 30 سال استقلالیت دارد. یعنی اگر خود شما راوی همین برنامه اگر 40 سال یا 50 سال عمر داشته باشید، استقلالیت کشور ما تاجیکستان که این مادر رمزی ما هست و هر کسی که برای مادر رمزیش خدمت میکند مادر اصلیش از او خرسند است و این مادر رمزی شما را هم فرزند نمیگه، چون که شما بر خاک آبادانی این وطن سنگ زده ایستادین. این یک. دوم اینکه تاجیکستان عزیز 30 سال استقلالیت دارد. 30 سال. در این 30 سال اما قوای برق ندارد. 27 ساله هستم. استقلالیت کشور ما 3 سال از من کلان و شاید 10 سال از شما خورد باشد و در دوام همین 30 سال استقلالیت اگر چشم شما کور نباشد، همون مخملی پرده کشیدگی نباشد بالای چشماتون، تاجیکستان در دوران 30 سال استقلالیت آبادی 100 ساله رو دریافت کرده است. ای مردم، ای نفرایی که در همونجا نشسته و سنگ ملامت به این وطن میزنین، باید شکرانه بر لب بیارید که این پروردگار بسیار بزرگ است. لجامی همه سر میته و یک روز از دندان هاتون بر می براید. این از خاطرتون نبرید. برای ملت سنگ نزنید.
برای این ملت بدگویی نکنید. این ملت تاریخ هزار ساله ها دارد و این ملت از در تاریخ هزار ساله هاش به شکست آمده است. بعد اونه که 1000 ساله که دولت تاجیکستان ناپدید بود، با دستگیری و جانبازی های فرزندان فرزانه ملت من جمله محترم جناب علی امام علی رحمان این کشور آباد شد، این وطن آسودگی پیدا کرد. تشکر، بسیار خوب. نسیم دولتوف بفرمایید. سلام علیکم اکای شوکت جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب، این برادری که در واتساپ صحبت کردند بسیار هم یک افسانه بزرگ گفتن، بسیار افسانه جالب گفتن که ما 30 سال است همین افسانه ها را در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان گوش میکنیم، تماشا داریم. اگر خطا نکنم نیم ساعت پیش سویت ما را خاموش کردن. من در داخل وطن هستم، در عصر 21 زندگی میکنیم. خیلی که همون برادر گفت که ما 30 سال استقلالیت داریم، نیم ساعت پیش سویت های ما را قوای برق خاموش کردن. ببینین یک نفر دیگهش گفت که کدو یا نمیدانم خربوزه یا بادرینگ دستاوردهای ملی هستند. نه، خطا میکنی برادر، اینا دستاوردهای رحمانوف هستند. 30 ساله دستاورد رحمانوف کدو یا خربوزه یا بادرینگ. و خدا قسم عیبه، شرم‌آور است. نخود کدو یا خربوزه یا بادرینگ دستاورد ملی بگوید. ما گس داریم، راغون داریم، قوای برق نداریم. انا ایرا بگین دستاورد. چگونه دستاورد وقتی که مردم خودت سویت نداره، قوای برق نداره، تو سویت به طالبان میفروشی یا به قرقیزان میفروشی؟ چی لازم است برای ما این گونه دستاوردها، ایدی کدو یا ایدی خربوزه؟ به خدا قسم اکای شوکت جان، من قریب که یک ماه میشه بگیم نزدیک 25 روز است که در تاجیکستان هستم، از روسیه آمدم. یک هفته میشود قوای برق میکشن، ساعت 9 میشود قوای برق خاموش میکنن. وقتی نماز ساعتای 4 4 نیم همین خیلی گیرانش میکنن، یا 5 کی که بخوان سحر، یا 6 گیرانش میکنن، ساعت 8 با میکشنش. اینا دستاوردهای رحمانوف، مثل همون دستاوردهای ایدی کدوی و خربوزه‌اش. و خدا قسم عیبه. مردم افغانستان اگر کسی که ما را میشنود، ما شما را دوست می‌داریم و برای ما همه مردم افغانستان برادر هستند. ما همزبان هستیم، همخون هستیم. میتوان گفت که ما یک ملت هستیم. اما از این رئیس جمهوری که ما داریم امام علی رحمانوف منتظر نیکی و منتظر کمک نباشید. و خدا قسم این یک نفری است که بسیار مکار است. این رو میتوان گفت که یک خائن و خیانتکار است که امروز در داخل وطن در تاجیکستان به مردم خودش، به مردم تاجیکستان خیانت دارد میکند، ظلم میکند و هیچ کمی از طالبان افغانستان ندارد. تشکر زیاد برادر شوکت جان. تشکر برادر نسیم جان. حالا یکان گفتنی دیگر داشته باشید حتما به شما بار دیگر نوبت میدیم. حالا خیام‌الدین را گوش میکنیم. خیام‌الدین بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت باشید برادر عزیز. این تحلیل هایی که شما و اینجا الهام جان کرده ایستادن و وابسته به سفری رئیس جمهوری الو آوازم میرود؟ صدایتان هست. صدایم میرود؟ خوب. خب برادر شوکتی محمدی و الهام جان اینجا مسئله که بررسی کردید و سفر رئیس جمهور رو همچون دانستید که باید بسیار هم یک سفری مهمی بود، لیکن در رسانه‌های وطنی این مسئله ترغیب اساسی خود را نیافته ایستاده است. و در این مسئله من اشتباهات شما را با دلیل فکت میگم که اگر شما امروز اگر از سامانه رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اگر آگاه باشید و این سفر رو در حقیقتا هم از همین صحیفه یا اجنسی ملی اطلاعاتی خیلی گفتید خاور و یا دیگر رسانه‌های وطنی یا اینکه خارجی اگر این رو درست پیگیری کرده باشید و به نقصان همچون یک خود را که گویا سیاستمدار میدونید و گروه سیاسی میدونید اگر تحلیل کنید، پس به خلاصه می آمدید و شما اول باید میگفتید که کدام وقت پرزیدنت فرانسه امام علی رحمان را به فرانسه دعوت کرد. این در حالی بود که وابسته به وضع افغانستان همه سیاستمداران خیلی که اینجا الهام جان میگن که روسیه سیاستی تاجیکستان سیاسی روسیه رو داره تطبیق میکند و اون چیزی که او گفت اجرا میکند، لیکن در همین لحظه همه مقابل بودند. تنها تاجیکستان، تنها رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نظری رو بیان کرد و مقابل طالبان سخن گفت و امروز هم در موقع خود استوار است.
و انا همین موقع جامعه جهانی رو به حیرت آورده بود که چرا تاجیکستان چنین موقع رو پیشه میکند و انا همین ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه امام علی رحمان رو به فرانسه دعوت کرد و ببینیم اگر شما به سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در نزد مسئولان واسطه اخبار عامه اگر شما اهمیت داده باشید، رئیس جمهوری تاجیکستان اولا اظهار منتداری به رهبریت فرانسه کرد و از قبولشان، از دعوتشان، از صمیمیتشان و آنجا بیان داشت که خیلی که الهام اینجا میگویند که پرزیدنت ازبکستان سازشنامه فرهنگی بست، لیکن شما باید در اینجا افتخار میکردید که در فرانسه، در یک کشور اروپایی، امروز تمام تاریخ و تمدن و فرهنگ تاجیک و تاجیکستان مرکزی تماشا هست و آنجا قید کرده شد از جانب راهبران دولت ها که می توانند، حتی در رسانه های اروپایی هم این چیز نوشته شده ایستاده است که می توانند آن نفرانی که در اروپا خواهش دارند در همین منطقه رفته از تاریخ و تمدن فرهنگ ملت تاجیک و کشور تاجیکستان دیدن کنند. چرا ما از این افتخار نکنیم که سراسر ما رو می رود در اروپا، اروپایی از تاریخش آگاه می شود؟ چرا ما افتخار نکنیم که از این دستاوردی که ما 30 سال داریم اونجا در نمایش است از تاریخ و تمدن فرهنگ ملت تاجیک مردم اروپا دیدن میکند؟ چرا ما این رو ترغیب نمیگوییم؟ در مسئله که فرهنگ گفتید شما خواهش میکنم بگذارید که بگوییم. من شما رو گوش کردم، هر چی که شما گفتید شما رو گوش کردیم. همینجا میکنم، خواهش میکنم یوتیوبتون رو خیامدین اول یوتیوبتون رو خاموش کنید. کردید؟ بله. تمام. یک کسی هست بود. من فکر میکنم اینجا یگان خطاگی از جانب همین تکنیکی چی باشد، چون که من ببینید خیامدین سوال چرا تبلیغ نشد؟ تبلیغ شما چی رو در نظر دارید؟ امروز اگر شما دیدید، من به شما دارم جواب گفته ایستادم که امروز انا همین ترغیبات سفر رئیس جمهوری تاجیکستان در اروپا هست. من یکم در مسئله فرهنگ خیلی که الهام جان اشاره کرده بودن، من مسئله فرهنگ رو اینجا مختصرا گفتم. در مسئله اینجا اشاره شد خصوصا از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان. من در حیرتم که شما وقتی که برنامه میبرید چرا مسئله رو پورا نمیآموزید؟ اگر شما میآموختید، شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را همراهی پرزیدنت فرانسه در نزد مسئولین وسایل اخبار عامه اگر گوش میکردید، اینجا گفته شده است که ما نیت داریم با پرزیدنت جمهوری فرانسه ایمانوئل ماکرون وضع این منطقه و جهان مخصوصا وضع افغانستان رو مورد بررسی قرار دهیم و در همین گزارش هم نوشته شده است که و امام علی رحمان قید کرده است هم در بلژیک هم در فرانسه که تاجیکستان و هم بلژیک و هم فرانسه جانبداری آنند که تشکیلات‌های تروریستی در افغانستان فعالیت نبرند و یک این مشکلی که بالای ملت افغان است راه حل خودش را بیابد. لیکن متاسفانه الهام جان گویا که همچون یک تحلیلگر اینجا در برنامه شرکت دارند، میگویند که تاجیکستان پنهانی با طالبان در گفتگو است و این سپارش رسمی است. باور کنید این یک خنده آور است که یک نفر برای موقع خودش بالا برداشتن، برای رسیدن به هدفهای خودش، برای آن دستوری که از جانب رهبریتش گرفته است، اینجا آنچنان دروغ میگد، آنچنان مردم را فریب میدهد. آیا سیاست بازی است الهام جان؟ آیا حکومت و دولت بازی است که پرزیدنت دیگر سخن میگوید و پس این سخنها در یک تشکیلاتی که تروریستی است آیا باور و اعتماد کرده میتواند که اون گفتگوی پنهانی آنها روزی آشکار بشود و نزد تمام دنیا سیاستمدارا شرمنده بشوند؟ آیا این را کسی فکر نمیکند؟ من همچون یک آموزگار فکر میکنم. خواهش میکنم به همین سوالتان الهام جان جواب دید. ممکن است خیام الدین دیگه تمام کردید شما؟ ما که تمام نکردیم، راوی چنین خواهش کردیم. تشکر. پیش از همه چند اشتباهی که خیام الدین گفتن به هر حال همچون آموزگار است احترامش میگذاریم. به هر حال من از موقع این برادر چی هستم راضی نیستم، به خاطر اینکه موقع تاجیکستان یگانه موقع تاجیکستان امروز که
گفته است که در افغانستان یک حکومت همشمول یعنی که یک حکومت اینکلوزیوی تشکیل شود. این موقع یگانه تاجیکستان نیست. این موقع کشورهای اتحاد اروپا است، کشورهای غرب است از جمله آمریکا و کانادا. در اول چنین نبود. در اولین شده اینها رو پذیرفته بودند. شما میمونید یعنی که این یگانه موقع تاجیکستان نیست. گفته الهام جان این یگانه موقع تاجیکستان نیست. دیگه همه خوب میدونند که حتی روسیه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا دعوت به طالبان میکند، دعوت از حکومت نو افغانستان کرده است که یک حکومت همشمول شود و همچنین در اینجا مسئله که هست تاجیکستان هیچ تاثیر به افغانستان به طالبان رسانده نمیتواند چون چنین قوت و قدرت ندارد و همچنین خیلی که من گفتم در اینجا تاثیر روسیه است و اینجا تاجیکستان تنها نشانداد روسیه را عملی میکند. حتی امروز یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به پوتین گزارش داد که شما ببینید که هزار افغانها در مرز ما هستند و هر روز کوشش میکنند که 500-600 نفر به خاک تاجیکستان وارد شود، ما آنها را نمیگذاریم. یعنی که به پوتین گزارش داده ایستاده است. یعنی که اینجا پوتین خودش به حکومت تاجیکستان به رحمانوف و مقامات قدرتی سفارش داده بود که یگان نفر افغانها را به خاک مرز ODKP راه ندهید. یعنی که ببینید که به اجازه پوتین حکومت امروزه یک بیچاره است، یک افغان تاجیک را امروز کمک رسانده نمیتوند و تاجیکستان به یگان افغان تاجیک کمک رسانده نتوانسته است و آینده هم کرده نمیتوند تا اونی که از روسیه اجازت گیرد. از این جمله که من در موقع خودم استوار هستم و میدونم که تاجیکستان با نشانداد روسیه کار میکند. در مسئله افغانستان به راهنمایی به نشانداد روسیه هیچ کار انجام داده نمیتوند و با طالبان تاجیکستان یگان تاثیر رسانده نمیتوند. همچنین میگویم که من از تعلیم‌های خودم و از خوندن‌های خودم میدونم طالبان در این دفعه دراز در سر حکومت خواهد بود و از همین جهت تمام حکومت‌های قدرت از جمله اتحاد اروپا و دیگر ایران و دیگر کشورها می‌خواهند که صدایتان پس شد الهام جان داشته باشد. یعنی که امروز تمام حکومت‌های قدرت به این نتیجه رسیدند که این دفعه طالبان در عمرتر از دفعه گذشته در سر حکومت خواهد ماند و ناچار هستند که با طالبان همکاری داشته باشند و همینطور اتحاد اروپا هم راه پیدا کرده ایستاده است که در مسائل سیاسی در مسائل امنیتی با طالبان همکاری داشته باشند و همینطور اینها میخواهند که با وفقی تاجیکستان و با روسیه همسایه شوند. همین است که دیگر در اینجا یگان مسئله اما شما دیگر من هم شما بعضی از ملاحظه های خود رو دارم. خیام الدین خواهش میکنم. تاجیکستان خیلی که من سوال در فیسبوک هم برای شما دادم. تاجیکستان برای افغان‌های تاجیکستان چی کمک رساند؟ شما گفتید که تاجیکستان کمک‌های بیشمار کرده است به افغان‌های تاجیکستان. چی کار انجام داده است؟ شما با مشخص با مثال بیاید. اجازه است جواب بدهم؟ من اول به سوال الهام جان اجازه است که جواب بدم. برادر عزیز خیام الدین شما جواب ندارید. چون که تاجیکستان شما بگذارید که شما ببینید سوالی که با خودتون جواب میدید. پس الهام جان خواهش. حالا ببینید موقع تاجیکستان یعنی با اندیشه برادر عزیزمون خیام الدین موقع تاجیکستان ستودنی است درباره افغانستان. یعنی تاجیکستان گفت که در افغانستان باید حکومت همشمول تشکیل شود. در تاجیکستان چه حکومت همشمول هست که از امام الرحمن طالبان گوش کند و حکومتش را همشمول تشکیل کند؟
شما اینجا طالبان رو میگویید. نه شما سخن میگید که عیناً نماینده رهبریت طالبان گفته بود. تو در سالهای اول استقلالیت و بعد از به سر قدرت آمدن امامعلی رحمان تقریبا از نمایندگان یک منطقه بود، بعدتر رفته رفته از نمایندگان یک ناحیه شد، حالا از نمایندگان یک دهه نه، از نمایندگان یک عائله تا یک عائله تنگ شده رفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان کی است؟ امامعلی رحمان. رئیس دستگاه کی است؟ دستگاهش کی است؟ دخترش. رئیس مجلس ملی کی است؟ پسرش. معاون اولی بانک ملی تاجیکستان کی است؟ دامادش. وزیر معارف کی است؟ و وزیر مینا مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. من میخوام که راوی برنامه تماما درد خودشون آغاز کردگی هستند، نمیگذارند که ما جواب دیم، شما میگه جواب ندارید. به من اجازه است که سخن کنم؟ آواز شما پست است، به من اجازه است که جواب دیم؟ بفرمایید. خب مسئله که الهام جان گفتند که تاجیکستان برای من در جواب به همون کامنت حالا هم هست، الهام جان شما میتونید خوانید، من نگفتم که به تاجیک، من گفتم به تمام ملت مظلوم افغان. من اینجا ملتگرای نه، هر یک دردی که آنجا ازبک‌ها دارند، هر یک دردی که پشتویی که عذاب میکشد، تاجیکی که عذاب میکشد، من دردی هر یکی آنها رو درد میدانم در برابر درد تاجیک‌های افغان. من هر یک دردی آنها برای من درد است. و کمک تاجیکستان ببینید در سیاست در سطح جهانی در سازمان‌های بین الملل این گونه نیست که ما در برنامه هر کس فکر و نظری خود را داریم. در سازمان‌های بین المللی راهبران کشورها تاجیکستان، یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را نمایندگی میکند و هر یک سخنی که رئیس جمهور میگوید و موقع حکومت تاجیکستان است و یک پرزیدنت دیگر هم از خواه ازبکستان است خواه قزاقستان است سخن میکند و موقع دولت خودش معین میکند. ببینید تنها تاجیکستان جرأت کرده ایستاده است تا به امروز در قطار دیگر کشورها مقابل ابرقدرت کشورهایی که امروز با طالبان گفتگو میکنند، با طالبان در همکاری هستند، طالبانی که آنها امروز دارند اعتراف میکنند، تنها تاجیکستان ضدیت نشان میدهد. تنها تاجیکستان طالبان را همچون تشکیلات تروریستی میداند. از آنه که شوکتی محمدی میگن برای چی؟ برای آنه که دوستی عزیز تاجیکستان از روسیه از دیگر دولت‌های اروپا با افغانستان نزدیک هست، همسرحد است و ما از درد این ملت از دیگرها هم بیشتر و بیشتر آگاهی داریم. دوستی عزیز هر یکی ما با همین برادران افغان اکثر ما در شبکه‌های اجتماعی دوست هستیم و تاجیکستان هم بسیار رواق داشت و ما خوب میدانیم که طالبان کی هستند و به کدام مقصد آمدند و آنها رو کی به سر قدرت آورد. آیا طالبان اگر در حقیقت جرأت جنگی می داشتند به کمک پاکستان می توانستند که وارد پنجشیر بشوند؟ اگر طالبان با قوه جنگ افغانستان را گرفته بود پس چرا نتوانست پنجشیر را بگیرد؟ اینها هیچ قدرت خودشان نداشتند، اینها را سر قدرت آوردند و تاجیکستان کمک کرد. ببینید در سازمان بین المللی، یعنی سازمان ملل متحد که با نفوذترین سازمان جهانی است، امامعلی رحمان برآمد میکند و سازمان های بین المللی را گناهکار میکند که چرا در این مسئله آب در دهان گرفته و خاموش ایستاده. بیایید از صلیب پنچر کمک کنید. این است کمک. از آن نیست که تاجیکستان قانون های بین المللی است، حقوق های بین المللی است. شما خوب میدونید شوکتی محمدی، شما الهام جان، که هیچ وقت تاجیکستان با ارمیه خودش نمیتواند وارد افغانستان بشود و تاجیکستان امروز تمامی کوشش خود را به خرج داده ایستاده است که یک مشکلاتی که بیش از 40 سال ملت افغان را اذیت میدهد حل بکند. کنی جرأت دیگر ازبکستان شما و قرقیزستان که امروز شما میگید رفتن گفتگو کردن، کنی همان جرأت اتحاد اروپایتان که خزدو در سازمان ملل متحد همین سخنها را بگوید وقتی که کوشش حل کردن چنین نزاع و چنین مسائل اروپا برای شجاعت
ببینید گپ‌های سر چی میگوید بسرونو برادر عزیز خیام‌الدین ببخشید مرا چرا چنین میگم گپ شما را ما از اول گوش کرده ایستادیم خیلی سر و نوگی خوب دارد هم از شما هم از ایلهام جان های با همین تحلیل‌های سیاسی باور کنید بگذار رقابت هستم حالا در همین برنامه ما درباره سیاست کدو گپ زده شده ایم شما از سیاست کدو پشتیبانی میکنید من از همین نگرانی دارم برادر عزیز ببینید اگر از سیاست کدو پشتیبانی نکنید و برای شما اگر همین سلفی کدو بالاتر از همه آبروی عزت و حرمت و اعتبار تاجیکستان نباشد اگر ببینید رئیس جمهور یک کشور میرفته است در سازمان ملل متحد اگر تنتک نباشد میگفت است که من حیرانم که چرا این کشورها بلب مهر زده‌اند گپ نمیزنند اگر تنتک نباشه همین گپ رو میگویی اگر ناموخته باشه که اونها چرا بلب مهر زدگی هستند چرا در این باره گپ نمیزنند و سیاستشون دیگر است ناموختگی باشه مگر تو حیران میشوی که چرا اینها جیم هستند گپ درباره این میرود برادر عزیز اونجا امام رحمان نه که مثلا گریم قهرمانانه این گپ رو گفت این گپ بی عقلی بود انیق کرده گویم اگر یک دقیقه دیگر نه اجازه بدید من دیگر برادر میتیم ما همین تلفنم میتونم یعنی این گپ بی عقلی تمام ابرقدرت ها حاضر اینجا ما هم اومدگی گپ زنیم گپ زدن با اومدگی ما مثلا گریم گپ زده ایستاده است ترکمنستان ازبکستان قرقیزستان همه اینها چرا اینها بلب مهر زدن نه فقط بلب مهر زدن رفته با طالبان گفت و شنید کرده ایستادن امام علی رحمان حیران که چرا اینها چنین کار کرده ایستادن پرزیدنت یک کشور تحلیلگر دارد مشاور دارد نمیفهمد که مشاورانش نمیگویند که چرا این چنین شده ایستاده است عجایبات رو فهمیده ایستادید میرفت از تو سازمان ملل متحد همین سوالش رو میبرد است آخر تو مشاور داری بپرس که ازبکستان چرا این خیل کرده ایستاده است قرقیزستان چرا این خیل کرده ایستاده است و عضو کشورهای سازمان ملل متحد برای چی این خیل کار کرده ایستادن الا تاجیکستان و شوکت جان در میبخشید تاجیکستان هزاران نفر اومدن با تاجیکستان گفتن به امام علی رحمان گفتن که همین تو وعده کردی 100,000 مهاجر قبول میکنم گفتن ما به همین وعده تو شده آمدیم بله هم گفتن که تو وعده کردی که ما آمدیم اینجا گفتن که حتی اگر گروبی کرده گوییم همین ها آشکارا ملایم کرده گفتن که گپ آنها را اگر به گپ همین کوچگی خودمون ترجمه کنیم برگردونیم آنها آشکارا گفتن که همین پناهندگی دادن از سرت خورد ما با لازم نیست ما دعوتنامه کشور سوم رو داریم فقط اجازه بده ما همچون ترانزیت همین تاجیکستان رو استفاده کنیم همین قدر چیز خواستند آنها همین کار را کرده نتوانست با ما جار میزنیم داد میزنیم که پیشوای ملت آخر همین یک کاری که با آنها راه بدهد امنیت کشور تامین کن ما تاجیکستان یک شهر بی دروازه نیست کمیته امنیت ملی تاجیکستان دارد کمیته امنیت ملی تاجیکستان با فرق از دیگر کشورها آرمیه دارد کمیته امنیت ملی تاجیکستان با فرق از دیگر کشورها بسیاری از کشورها کمیته امنیت ملیش آرمیه ندارد مثل تاجیکستان و سرحد را کمیته امنیت ملی تاجیکستان پاسبانی میکند بله انا کنون نگاه کنید وزارت دفاع به میان بیاید کمیته امنیت ملی تاجیکستان به میان بیاید و یک فرودگاه یک امنیت رو تامین کنند مثلا شاید این خواطری باشد که در بین این نفران مثلا گریم خواهش پناهندگی داشته خواهش تاجیکستان رو همچون کشور ترانزیتی خواهش استفاده بردن داشته شاید در بینشان شخصانی تروریست باشند شخصانی توندگرا باشند اکستریمیست باشند واکزو بگذار آنها رو خلع اصلاح کنید
тафтиш кунад кумитаи давлати амнияти миллии тоҷикистон, як дарошгаи амнияти ташкил кунад ва биёянд аз фурудгоҳи тоҷикистонро истифода кунанд, ба кишвари сеюм бираванд, ҷое ки даъватнома доранд. ҳаминро тоҷикистон карда натонист. حالا بفرمایید الهام جان، فقط کوتاه چون که کوتاه گفتم. من از دیگر برآمد کننده که میخوام برام عذر می‌خوام، یک دقیقه من وقت شما رو میگیرم. اینجا خیام‌الدین مثلا به سوال ما تماما هیچ جواب نداد. اون که گفت که تاجیکستان یا رحمانوف در جلسه چندمی سازمان ملل متحد درباره افغانستان گپ زد، این یک حرف خشک خالی است. نه تنها مثلا رحمانوف، ده‌ها راهبرهای کشورهای دیگر هم در اونجا صحبت کردن. فقط شاید که خیامنی ندیده باشد، حتی مثلا کشور کانادا، کشور همین فرانسه و دیگر کشورها به دیگر کشورها دعوت کردند که تا جبهه مقاومت شمال رو دستگیری کنند. حتی رحمانوف این گپ را گفته نتوانست. اگر رحمانوف کمک برای افغان‌ها می‌خواست، اولین کارش که میکرد این جبهه مقاومت شمالی رو، احمد مسعود رو دستگیری میکرد. و چه که من گفتم تاجیکستان یگان قدرت ندارد که به افغان‌ها کمک رساند یا به طالبان تاثیر رساند. امروز تاجیکستان دعوت کرد که گویا که در دوشنبه با طالبان و احمد مسعود یک کنفرانس صلح یا یک میز گرد تشکیل میکند برای گفتگو. طالبان تمام گویا پیشنهاد نکرد، دعوت هم قبول نکرد. اگر امروز روسیه این رو دعوت کند، طالبان لبیک میگوید و هر روزی که مثلا روسیه دعوت کرد آنها رو به سر میز شنانده میتواند. اما تاجیکستان فقط با گفتن دعوت با یک خشکی خالی این حرفا رو دوام میده و یگان تاثیر رسانده نمیتواند. و همچنین یک جمله آخرین، چه که خیام‌الدین منو گویا که من گفتم که حکومت تاجیکستان با طالبان نه تنها امروز، حتی 2 سال 3 سال پیش آنها همکاری داشتند. آفیس یا مثلا قرارگاه طالبان در دوشنبه واقع است و حالا هم وجود دارد و پیش هست آنه که کابل رو تصرف کردن، آنها حتی مبلغ‌ها و اینوستیسی که از جانب حکومت روسیه و دیگر کشورها میشد با طریق دوشنبه طالبان آنها رو میگیرد. یعنی که حکومت تاجیکستان به طالبان کمک میرساند، از جهت مالی و اسلحه کمک میرساند که طالبان پرقوت شود و حکومت را ضبط کند. این با فکت هست و خود طالبان، نماینده طالبان در یک برآمدش هم در یک ویدیو نوار هم این را گفته است. خیام‌الدین این را ما از خودمان نگفتیم، این را ما از دل نماینده طالبان گفتیم. امروز هم پنهانی حکومت تاجیکستان فعالیت دارد و امروز هم قرارگاه طالبان در شهر دوشنبه هست و هر کمکی آنها میگیرند. یک سوال دارم، صبر بکردید من چند نفر را قبول کنم. آزادی به زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. آوازم خوب است نه؟ صدایتان کمتر وی است. با همین خیام‌الدین گفتنی هم خیلی موضوع رو گوش کردم. میگه که ما پیشوا داریم. سوال در همو چرا در عصر 21 ما به سویتیم؟ در ولایت ختلان رسوه مورد همون امام علی سال 2007 بود که سال 2012 سویت دیگه نمیبره، در شب خودتون میبینید. اما نبراد سویت در شب خودمون میبینید. تایمش دوشم با افسانه تبدیل میابد گفته بود. بچه در 30 سال تاجیکستان یگان چیز نداره. بخیر یک زمان در دیگه کی یازده استقلالیت، ما استقلالیت انرژیتی نداریم، استقلالیت آب نداریم. 90% تاجیکستان آب جای میخورد در عصر 21. خیلی شما استقلالیت گم میزنید. راهی نداریم. مردم دوشنبه با ولایت سوق در رفتن از سومت یعنی چیه نگو که خارجی اومدستان. ای خارجی بیا با تاجیکستان هم قسم نمیتی. شما میخیدن ما استقلالیت داریم. استقلالیت امام علی رحمت خاطر خانواده خیلی صبر داره. تمام مردم تاجیک او بلای میخرن. تمام چیه دستی بیشتر میخیدن همه چی بکنیم و گم میزنیم. مردم رو بدور شده امام علی خاطر طرفدارش گوش نی. مردم بدور شده شما کو گرفتن نمیتونین. اگر آسمان بورن ای پاتون میکشن مردم، اگر زمین بورن ای موتون میکشن. همین دی. حالا چه مهاجرا را این نه در بران مهاجرا را 4 ماه اولگ نمیگیرن. این چیه این؟ کو سیاست کو سفیر آوردگی.
سفیر برای پولگیری آخی پس کرده برام برو یگان تا بکشن آخی همجدا پس با میخیزم با مردم ها بوگ نگون وکن خیستن کشتن سفیر کارش همیه برای سو مردم ها بده 4 ماه وزن داره کودک داره چیگه با ایش مودا خیستش با چون چیز گم بگن برنامه را میگن اسم کشن برای میورن درست تشکر بفرمایید اس یتیموف سلام علیکم. باوردار خلقی گفتم که امو خب بر پدر نالاتی قزابوی توجیکی را میخزی تو متخطای سوسخ شوگاب میزنی عقل نمیگره که همین مالی و قزور باشه و قد نماوقعی سیاسیش تو باره گفته برای همین توجیکی خودش نمیکنه همین توجیکی خودش 2 میلیون در آسیا مرده سن همون توجیکن همون شهروان توجیکستان اخی که جو میخزه فرانسیا میره برای افغانستان ولی هم توجیکی خودش صاحبی کنه همین توجیکی توجیکستان دا روسیا مرده سن پوسیده سن اوخی شما را سگزوید عقل نداره نمی شما براین همینجا خطونه بود همه رنگی میگوی که همه کتاب خونده سر همه قد شیطانگاری هم شما را برادا پیش همه اومده شهر چکنن سوید نداره می مرده سر مردمه بچه همه را فکر کنه همه آدم را رانته همه چی بگه یا سواد موقع سیوسی اولی شده پولی بود درکار شوه همه اومده را میبرن تجاوزش میکنن آفیس داشتن در دام توجیستان آفیس دارن امومالو قپروتش طالبا چی با آفیسشون هم وقت خیلی جنب رو من گفتن که ما آفیس داریم در توجیکستان امومالی ما در چی میوارد پترول نه چیه بنزین روی میکرد ایراسیا ما در روی میکرد و خیلیش هم طالبا خودش برو من گفتم که همون تروریست هم چیو شما همین را شنوید هم ویدیوش هست و خیلی برپدری و چهار نالت خیامدینی خویامدینی یک حالت کورد فرمون نبرو همیجا اما چه میکشانت خلات میزنم بعد 2 روز بعد اومای را نست میکنن ما کونی تراپوس میکنیم که ناو ایاتلای که تشکر سیاسی با شما اوباید بفرمایید بعد از اون یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم اوباید برادر شفقت محمد سلام علیکم و علیکم من السلام همین آدم که یادی گپ زد کو همین آدم اکنی خر تولد شده باور کنید برای چی همین تحقیر میکنه شما تحقیر امر گوش میکنید من نمیکنید برای چی تحقیر میکنه الان خنده میکنه وقتی مقابل خیامالدین گپ میزنه الان خنده میکنه شما را اگر باور کنید من طرفدار شما بودم در وقتش شما را اگر از سرتون من فهمیدم اگر طلا بریزن کو شما بخدم میگید که همین حکومت گنده همین مرده گنده همین مرده کار نکرد در همین سال بیام من 4 تا چیزا میگم همین مرده که در بین پرزیدنت های همین بگذار دروغ شما دروغ میگید یک ساختکاری میگید در بین پرزیدنت های آسیا مرکزی جایزش دادن همچون پرزیدنت سیاستمدار بهترین در آسیا همین مردک بود که برو اومد یگانه آدم از تاجیک پشتیبانی کرد به زبان خودش پدادر بود ما پاکستان قطعی مناسبت بسیار خوب داشتیم همین برو اومد گپ زد خودش پاکستان قطعی گنده کردم یادم فهمید دولت ما را به خاطر تاجیکا کنکریت نگفتن که گفتشونید طالبان با دیگر نه با تاجیکان نه که وای دعوتش وفا نکرد آدم شما چی به شما نمیگین شما او را گوش میکنید خنده میکنید کیف میکنید مردک شدن در کار وقتی که شما در اینجا بحث تشکیل میکنید باید وایش هم تامین کنید یک آداب و اخلاق و نظامش این خیلی نیست که شما بروین یک کس همی بگنده گفتن یک کس شما پیش نمیرید شما لوچی خودتون نقص شوید که شما را نقص بینند مردم عقفای شما شود شما یک سا تحقیر کردن میگیرید هیچ کی تحقیر یک کس خوب نمیگه تشکر یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم تشکر به شما برادر الو الو بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته پیش از اون که ما این صحبت کنیم ما میخوایم که با فکت و رقم هایی که بود با اونها نظر کنیم ده معلش بفرمایید سال 2019 اگر در خاطرتون باشد یکی از نمایندگان امریکا گوست سکرتری امریکا پامپئو آمده بود با پاکستان و با پاکستان از سروزیر پاکستان خواهش کرد که ملا برادر رو از زندان آزاد کند و بعد از آن که ملا برادر رو از زندان آزاد کردن بعد سال 2000 در قطر یک
جلسه شد با همراهی اشرف غنی و در آنجا هم امریکایی‌ها از اشرف غنی خواهش کردند که 5000 زندانی که در کشتار زیادی از مردم افغانستان مثلا زده بودند آنها را گروه طالبان آنها را از زندان آزاد کنند. وقتی که این مثلا چیزها این معرکه ها که با وجود پیوستند این معلوم بود که در این حادثه که به سر حکومت آمدن گروه طالبان حتما امریکا دست داشت. حتما امریکا تا حال برای چی مثلا امروز گویم که ملل متحد چطوری که شما میگویید در دهانش آب گرفتگی یگان خیلی مناسبت حاضر یگان خیلی دخالت نمیکند به حادثه افغانستان یا که یگان کشوری عمل قدرتی که اروپا یا که کانادا یا امریکا یگان کس دخالت نمیکند به خاطر اینکه این همه این برنامه ها پیشکی برنامه ریزی شده است و بهتر حکومت آمدن طالبان هم یک سبب داره که در دوران اشرف غنی این گویم که لشکرهای مثلا گویم که همون لشکرهای ملی افغانستان بعد پلیس افغانستان یعنی که اینها یعنی که آلوده بودن یعنی در اینجا مثلا پولهایی که از طرف امریکا داده میشد اینها میدزدیدن و با گویم که با لشکر و با مثلا با نظامی ها نمیرسید این چیزا و این در داخل کشور یک حالتی دهت یک کروپسیونی رو با وجود آورده بود تا حتی همون نظامی ها یراق خود را میفروختند یا که مثلا چیزای نظامی خود را میفروختند در بازار سیاه تا که اون پول از آن دریابند و پلیس هم باشد مثلا در کوچه و در خیابان ها تمام ماشین ها رو تمام مثلا چرا مردمان را مثلا جریمه میکرد از روی مثلا به انصافی کار میکردن زیرا که این همه حالت کروپسیونی تا به درجه رسیده بود که تا حتی خلق از آمدن هم طالبان بسیار خرسند بود و این با این سبب شد که با این گویم که تیزی این حادثه مثلا این توهلات به میان آمد این هم مثلا سبب خودش داشت و وای خودش داشت و خود این هم در نظر امریکایی ها این معلوم بود که مثلا گویم که دولتداری اشرف غنی یگان مثلا دیگر گویم که سردار افغانستان نمیتونست در کشور خود را به اعتدال بیارد تنها کاری که آنها تشکر حالا من به یک مسئله برمیگردم و از برادر الهام جان یعقوبوف میخوام جواب این رو بگیرم چون نفران دیگر از پیمان ملی تاجیکستان و از مخالفین رو اینجا نمیبینم. حالا از برادر الهام جان میخوام به این سوالم جواب بگیرم همچون نماینده پیمان ملی تاجیکستان و من مخالفه که حتی دیده بودم من شما نیست در لیتوا تظاهرات برپا کردید و از مقامات نمایندگی اتحاد اروپا درخواست کردید که باید مناسبتش با دیکتاتورها را قطع کند و گفتید که با دعوت امامعلی رحمان به اتحاد اروپا به عملهای دیکتاتوری امامعلی رحمان مشروعیت نبخشد. به باور شما به فکر شما همین طلب‌های شما که در لیتوا شد در ورشاو شد در وین شد و در بعضی دیگر کشورهای اروپایی شد تا چه حد تاثیر داشت به مقامات کشورهای اتحاد اروپا؟ صدایتان نیست، میکروفونتان رو فعال کنید. بله، خیلی که همه آگاهی دارد ما از روز 11 و 12 تا امروز اعتراض های ما در پایتخت کشورهای اروپایی دوام دارد و خیلی که هم شما گفتید ما از ویلنیوس شروع کردیم و البته اینجا چند تاثیر دارد. اولی تاثیر این است که ما با
خود نمایندگان بالا مقام اتحاد اروپا در کشورهایی که قرارگاهشان هست صحبت ها انجام دادیم و خودم شخصا با نماینده بالا مقام اتحاد اروپا در شهر ویلنوس خانم گابریل صحبت داشتیم و درخواست ما این است که اتحاد اروپا یکسان با دیکتاتورها مناسبت داشته باشد. چرا امروز اتحاد اروپا ضد لوکاشنکو تحریم ها ایجاد کرده است و لوکاشنکو رو در یگان مقام آنها را قبول نمی کند و دیکتاتور میشناسد و چگونه می شود که رحمانوف که از لوکاشنکو بدترتر است، ظالمتر است و قاتلتر است و دیکتاتورتر است، امروز تنها به منفعت آن است که با افغانستان و با روسیه همکاری کند. امروز این دیکتاتور را دعوت کردند در حالی که میدونند که تاجیکستان و رحمانوف هیچ تاثیر وجود ندارد و ما خواهش کردیم که این استاندارد دوگانه در اتحاد اروپا نباشد و برعکس برای تقویت دادن جامعه شهروندی در تاجیکستان، تقویت دادن انستیتوهای دموکراسی در تاجیکستان کمک رسانند و کمک‌های حتی اگر کمک مالی است یا کمک معنوی است این را رسانند و خیلی خوش قبول کردند و نتیجه این گفت و شنودهای ما و اعتراضهای ما به جای خواهد رسید و خوشبختانه این است که وقتی که مقامات‌های اتحاد اروپا ما را قبول می‌کند نه تنها ما درباره این گفت و شنودها یا درباره دیکتاتور صحبت میکنیم، ما درباره وضع سیاسی کشور تاجیکستان دغلانه پایمال شدن حقوق انسان در تاجیکستان میگوییم و بعضا شاید آنها بار اول درباره تاجیکستان بشنوند. شخصا خودم وقتی که درباره دغلانه پایمال شدن حقوق انسان، درباره زندانی‌های سیاسی، درباره شکنجه درباره تاجیکستان صحبت کردم، خیلی به یک حالت شوک افتاد و نمیدانست است که در تاجیکستان چنین قانون ویران کنی، چنین دغلانه پایمال کردن حقوق انسان وجود داشته بوده است و همین آن را نامنویس کرد و درخواست ما را حتی درباره زندانی‌های سیاسی، درباره دغلانه ویران شدن حقوق انسان به مقامات بالایی یعنی که بروسل و بلژیم میفرستاند. یعنی که واقعا مخالف بودن یا آنی که ما در اینجا فعالیت بکنیم تاثیرهای خود را دارد و ما باور داریم و شک هم نداریم که آینده اتحاد اروپا هم کشورهایی که در اعضای اتحاد اروپا هستند یکسان با دیکتاتورها مناسبت خواهد کرد و خیلی هم خوب شد که در اینجا مثال انیق و مثال روشن و مثال این لوکاشنکو هست که آنها این را قبول دارند و این حتی خود نماینده مقامات اتحاد اروپا در لیتوا گفت که واقعا اتحاد اروپا در مسئله همین مناسبت با رحمانوف خیلی اشتباه زیاد کرد و ما این را البته به مقامات بالایی خواهیم رساند و همچنین برادران ما در ورشو، در وین، در گاگا و در کشورهای دیگر هم این صحبت‌ها را انجام دادند و اعتراض پیمان ملی تاجیکستان را به مقامات ها سپاریدند و آنها وعده دادند که این اعتراضنامه ما را به اتحاد اروپا خواهد رساند و همچنین ما نقشه داریم که در آینده نزدیک با نمایندگان اتحاد اروپا در بلژیم، در بروسل صحبت داشته باشیم. تشکر برادر عزیز. شما برادر عزیز و امیدوارم در برنامه‌های دیگری ما نیز شما فعال خواهید بود. حالا اگر میتوانید شرایط داشته باشید، وقت داشته باشید در برنامه بمانید تا از صحبت‌های دیگری شما بهره ببریم. اگر یگان کار مشغولیت داشته باشید میتوانید خارج شوید. تا آخر میستم خیلی مخصوص بود. حالا یک نفر با نام صبر بفرمایید. بله، سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ حالتان خوب است؟ تشکر با شما. یک چندی است که من برنامه‌های همه مخالفین گوش میکنم و نتیجه گیری می شد که هر قدری برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه، زمانی که طرفدارای امام علی رحمان بیان اونا به نظر خود هستن و شما به نظر خود، اونا امام علی رحمان خوب میگن و شما بد و همین برنامه‌ها ادامه داره. ولی چقدر خوب است که مسائل از برنامه‌های خود شما بررسی کنید یا مخالفین بگویید. مثال خدمتتان عرض میکنم. شما و دیگر مخالفینتان و یا مخالفین امام علی رحمان سالها صدا میزدید که اگر یک لایک اینجا مربانه و دولت تاجیکستان میایه و شما را میگیره. همین برنامه ها را من زیاد دیدم. اما خوب است که حالا ببینیم. لطفاً
همین گپتون رو نفهمیدم چی گفتید؟ گفتیم شما برنامه ها داشتین که اگر یکی لایک بزنه به برنامه های شما حتی دولت تاجیکستان اونا رو میگیره زندانی میکنه. بله. بعد چی؟ درست است؟ نادرست است مگر؟ خب حالا من میگم همیان حالا در برنامه شما کسی به اسم نسیم دولت اشتراک داشت، درست است؟ بله. گفت من در تاجیکستان هستم، 2 روز پیش هم گفت من در تاجیکستان هستم. آیا دولت یکی از مخالفین سرسخت دولت 15 روز هست در تاجیکستان هم گفت. آفرین. آیا اینا اینقدر دولت تاجیکستان بیخبر است که یک مخالف بزرگ در داخلش هست هنوز هم نمیتونه اون رو بگیره؟ شاید. خب پس میبینیم اینجا 3 امکان موجود است. یا نسیم دولت حرفش درست نیست، یا دستگاه امنیتی تاجیکستان آنقدر ضعیف است که نمیدونه اینجاست، یا اینکه بلای کسی را نمیگیرن. اما این را سر جایش بگذاریم. میایم در قسمت 100,000 مهاجر. زمانی که شما اون فیلم در سر مرز دیدین که ما همه دیدیم، وقتی که مهاجر میگیم مهاجر شما میفهمید که چند قسمت سیاسی، پناهنده اقتصادی مثلا و دینی و اینا هم هست. اون فیلمی را که شما دیدین و اینجا همیشه از او یادآوری میکنین، اونها پناهنده در حقیقت نیستن، اما میتونن یک اشخاصی باشن که از نظر بشردوستانه برشان کمک شود. دلیل این است که نماینده طالبان میاد پیش سربازای تاجیکستان میگه اینا را بگذارین اون برن. اگر کمک بشردوستانه بگوین حرف شما درست، اما دولت تاجیکستان از نظر قانون پناهندگی مجبور نیست اونا را بگیره. وقتی شما در برنامه‌های اینجا گپ درباره مجبوریت نمی رود، گپ درباره اراده می رود، اراده سیاسی. یک کشور همسایه این اراده رو می تواند داشته باشد که همسایه به مردم شریف همسایه کشورش، هم زبانش، هم دینش و دارای تاریخ مشترکش در همین روزهای پریشانی کمک کند. بله، حرف شما درست. اگر استقلالیت می داشت هیچ کس پیش راهی امامعلی رحمان را نمی گرفت، برای اینکه تاجیکستان شهر بی دروازه نیست. ما گفتیم گذشتیم تاجیکستان کمیته دولتی امنیتی ملی دارد که می توانست اگر یک تاجیکستانی که کمیته دولتی امنیتی ملی دارد، وزارت مدافعه دارد، اگر به 10,000 و 20,000 گریزه افغانستان یک راه ترانزیتی تامین کرده نتواند، چی علف میخورد کمیته دولتی امنیتی ملی تشکیل کرده و وزارت دفاع تشکیل کرده؟ ببینید درست است که ما و شما خیلی مملکت ها مثلا 7-8 کشور عربی شاید داشته باشیم، در موقعش ممکن آدم هم کمک بکنه، اما اگر شما پرابلم پناهنده ها را در 40 سال گذشته ببینید، 2 میلیون افغانی آمد در ایران ماند، 1 میلیون 2 میلیون افغانی آمد در پاکستان ماند. حتی فیلم هایی وجود داره که اینا را پاکستان کشید، خانه‌شان خراب کرد. بیست برادر عزیز صبیر. اولش که من به شما تمام سخن نمیدادم چون که مسئله تاجیکستان مربوط شما نمیشه. یک دویمش به خاطر احترامتون که خیلی به تاجیکستان دلتون میسوزد، همچون کشور همزبانتون، و همیشه بار چندم است که در برنامه من شرکت میکنید، شاید در دیگر برنامه ها هم شرکت بکنید، فقط از جانب حکومت تاجیکستان جانبداری بکنید. من به این باور هستم که یگان مرد افغان که دل جگر دارد از همین حکومت ظالم که بدتر از حکومت اشرف غنی است و یگان انتخاباتی که در بین این 20 سال در افغانستان آزاد و شفاف نسبتا گذشته است، یگان تاش را تاجیکستان نگذارنده است، شما پشتیبانی نمیکنید. بگذار شما با زبان افغانی حالا یک تاجیک صحبت کرده ایستادید، این چیز به ما معلوم و روشن است. یک تاجیک با زبان افغانی با زبان همسایه کشور صحبت کرده این و این حرفایی که شما گفتید همین قدر است برادر عزیز. عزیز زیاد نیست. یک افغانی که خودش را احترام میکنه رنگ شما گم نمیزند. یک مسئله دیگر در این جای است که این برادر خیلی اشتباهی بزرگ کردن، زیرا که حکومت تاجیکستان مسئول است زیر قانون، این قانون بین المللی است، این کنونسیون ژنو از سال 1961 است که باید هر کسی که پناهنده میشود باید قبول کند. این نقض قانون است. تاجیکستان نقض قانون کرده است، قانون بین المللی کنونسیون ژنو از سال 1961. شاید این برادر خودش پناهنده باشد در یگان کشور، خوب میداند
اینجا شما اشتباه نکنید. تاجیکستان در این مسئله غیر قانونی کار کرده است و قانون بین المللی رو نقض کرده است. یکی گفته که مجبور نیست، بگذار مجبور نباشد، اما وظیفه دار است. این قانون بین المللی است. تمام وظیفه دار است، وظیفه‌اش رو باید اجرا کرد. اما گپ درباره این که 2 میلیون رفت در ایران ماند، فلان قدر رفت در اروپا ماند، اوی برادر شما فهمیده ایستادین ما چی گفته ایستادیم؟ ما گفته ایستادیم که این کشور کمیته دولتی امنیتی ملی دارد، وزارت دفاع دارد، یک ترانزیت کنند، یک راه کشاند، راه ترانزیتی تا فرودگاه، تا یگان جایی که به کشور سوم بلیت میگیرند و پرواز کرده میروند تا به کشور سوم. آنها گفته ایستادن که ما دعوتنامه داریم. برادر عزیز چرا مغالطه میکنید؟ حتی اروپا پول وعده کرد، وقتی که پوتین اجازه نداد از بحر پول گذشت. اون رحمان است که اینقدر پول مال دنیای دوست می‌دارد از پول اروپا دست کشید تا مثلا حرف پوتین رو مثلا نقص نکند، حرف پوتین رو به زمین نزند. اینجا این مسئله است. تا مثلا پوتین اجازه ندهد یک نفر افغان رو رحمانوف قبول نخواهد کرد. اینجا حتی قانون به توف کرد، قانون بین المللی به حرف مثلا پوتین رو به زمین نزد. اینجا مسئله است برادر افغان. دیگه شما مثلا این خیلی گپ نزنید. حالا پوتین اجازه داده بود که به بدخشان سویت و برق بده. آیا پوتین اجازه داده بود که 200 کیلومتر در خاک بدخشان مواد خوراکی در زمستان از راه سرک‌ها و جاده‌های بدخشان به بالا و دوباره در مرز افغانستان داخل شود؟ اینا را پوتین اجازه داده بود در گذشته. بله برادر عزیز، متاسفانه همین خیلی است. متاسفانه همین طور است برادر عزیز. شما آقای شوکت موفقیت گوش کنین، ما علت موفقیت شما را میگم، گوش کنین. شما بودید با نظر کارشناسانه گپ میزنید. بله با نظر کارشناسانه گپ میزنید. این در این موقع شما میتواند یک کارشناس باشد. چرا از یک کشور خارج، از یک کشور همسایه میبیند، تحلیل میکند، بررسی میکند و چنین نظر پیدا میکند و چنین نظرش را ابراز میکند. حالا ببینید برادر عزیز، شما بیشتر بیاموزید حتما به این نتیجه میرسید. حالا تشکر به شما برادر عزیز. بهادر بفرمایید برادر عزیز. بهادر هستید؟ نیست. رمضان حسینیان. خوب سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من منظور این برادر افغانستانی را راستی نفهمیدم که چی منظور داره و چی گفتنی داشته. ای برادر من دیر در اومدم داخل شدم از این سبب نفهمیدم. لیکن اگر مردم افغانستان که طرفدار از امام علی رحمان داره او را همچون پیغمبر قبول داره، اکثر در کامنت ها در فیسبوک در یوتیوب میبینم، اشتباه بزرگ میکنیم. ما این برادران را سرکوب نکنیم. برادر شوکت جان یهو را به خوبی فهمونیم که امام علی رحمان اون نفری است که من از ولسوالی اسفره هستم، دهه باروخ هستم. برادر افغانستانی دهه ما را قرقیزستان دولت بیگانه ضبط کرده، اشغال کرده. هر سال تاجیک ما را میکشه، شهروندای ما را، راه ما را میبنده، گاو و گوسفندای ما را میدزده، ما را سرکوب میکنه. حکومت امام علی رحمان کمک به حکومت قرقیزستان میکنه، ضد شهروندای تاجیکستان میبره، زندان میکنه. از اون جمله پدری مرا زندان کرده، مرا زندانی کردنی بودن، مرا از بین بردنی بودن که ما حقیقت میگفتم. من فرار کردم. اونجا دختر رئیس جمهور، دامادهایش هستن که قاچاق گیرین میبرن، مثلا مواد نفتی میبرن، بنزین و دیگه چی قاچاقی کار میکنه. اگر که کسی که سخنی حق میگه که کار نکنه او را میبرن زندان یا که از بین میبرن، میکشن، میپرتاین. شما از این خبر نداره که یک دشمنی به ملت تاجیکستانی ها داره که به خلق تاجیکستان، این به پنشیر ما، این به افغانستان ما هیچ کمک نمیکنه. به شما افغان ها را این هیچ پیشوا شده نمیتونه. این یک فریبگر مکاری است که 30 سال میشه که یک ملت تاجیک بازی میداره، فقط فهم میکنه، فریب میته، زمین ما رو به چین میته، زمین ما رو به دولت های همسایه میفروشه. تاجیکا را در روسیه 2 میلیون تاجیکستان 9 میلیون نفوس داره، 2 میلیونش در روسیه غلام است، 500 هزارش در قزاقستان است، چندین هزار دیگه در اروپا مهاجر هستیم که ما در روسیه قدر و قیمت نداریم. ما را همچون خر و همچون سگ در روسیه میگه شما تاجیک هستید، شما با ما لقبای جمشید روشن و چورک و زیاد شما روسی را بلد نیستیم. ما را اونجا مثل آدم حساب نمیکنه. ما پاسپورت روسی داریم، حقوق نداریم. من اینجا برادر بهادر پاسپورت روسی داره، لیکن یه پلیسا میبرن همچون مثل یک سگ به سگ برابر میکنه، میگه تو تاجیک هستی، حقوق نداری.
امامعلی رحمان به من کمک نکرد، منی تاجیک با تاجیکستانی کمک نکرد، به شما افغانستانی ها را نه ویزا تو میته، نه راه تو میته، نه نان، نه خیمه تو میته. او برای شما پیسه را میگیره از فرانسه و اروپا، شما را باز یک تیکه نان هم نمیته شما را. از همین سبب بس کنید چاپلوسی را، بس کنید امامعلی را پیشوا خواندن. شما تاریخ رو ببینید که امامعلی کی بود. امامعلی تاجیکش سری قدرت اومدگی است. ما بیکار نبریم، ما تروریست نیستیم، ما خائن وطن نیستیم. ما میبینیم که وطن ما را میفروشه، ملت ما را تجاوز میکنه، فرهنگ ما را. تاجیکستان شما افغانا میگه مردگاه خانه داره، فاحشه خانه. کلی تاجیکستان فاحشه خانه کرده، همه جا را رقاصه کرده، بچه‌ها را عرق نوش مایزده کرده، مهاجر کرده، دربدر کرده، ملت فرهنگ ما را از بین برده. باز شما ایره پیشوا میخونه، اشتباه بزرگ میکنه. شما افغانستانیا با مردم تاجیکستان اگر برادر که هستین دشمنی نکنید. امامعلی رحمان که شما پیروی میکنه، ببینه که کی را پیروی میکنه. شما عبدالله را، باقی دیگه همه دوستم و اتانور و کل پیروی کرده، شما را هیلا کرد، پیسه را گرفت فرار کرد. امامعلی رحمان 10 برابر از عبدالله و از نور از کلگی خائن‌تر است که هیچ خونی تاجیکی را نداره. او ما را کشتگی است، ما را دربدر کردگی است. ما گفتنی ما همین است. ما از حکومت خواهش میکنم، از کسی که مسئولین هستند، روین نچالنگ ملیسی چورکو وروخ یها را فهمون، یعنی خائنور که از مردم بیانات نگیره، طرفی قرغیز نگیره، قاچاق نبرد. هر روز قاچاق بری میکنه. اگر یک مرد که بیچاره میره یک یاشک انگور میگذراند، نقاپه و یا جریمه یا زندان میکنه. گفتنی من به حکومتی و همین است که بس کنه برادرو، نکنه کاراتون مردم عادی را اذیت دادن. گفتنی من به مردم افغانستان هم انا همین بود، کس کدامش فهمی سخنی مرا خودتون ببینه. انا همین است که شوقی جان. رمضان حسینیان. حالا سید اسحاق بفرمایید، بعد از آن بهادر. سید اسحاق. سلام علیکم و رحمت الله. صدای ما را دارید؟ صدایتان هست ولی که سیمایتان نیست. بله، متاسفانه مشکلی تکنیکی در کامپیوتر ما شده است، نتونستیم با دوربین وارد شیم، چون کوشش کردیم نتونستیم، موفق نشدیم. و برادر افغانی هم بسیار گپای خوب دادن، ولی برادر اکثر جوابا را خوب گفتن. انشاءالله که افغانستان مردمش بسیار مردمی باسواد و با فرهنگ هستند، و زودی زود درک میکنن که رحمانوف کی است و چگونه حکومت و چگونه کارنامه سیاه در گذشتهش دارد. خب باید آشکارا بگوییم که رحمانوف در حل مشکلات شدیدی که در افغانستان وجود دارد هیچ تأثیری گذاشتن نمیتواند، و معلوم است که این را اتحادیه اروپا خوب درک کرده است، چون اکثر رسانه ها بر اینند که رحمانوف را به خاطر مخالفتش با افغانستان و با طالبان در فرانسه دعوت کردند. ولی اگر دعوت کشور فرانسه از رحمانوف به این خاطر باشد که به همین خاطر باشد، پس چرا امریکا و هم پیمانانش که اکثر همین کشورهای اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، به راحتی قدرت را در افغانستان بر کسانی واگذار کردند که برای آوردن سر رهبران آنها 2 میلیون و یا 5 میلیون دلار جایزه تعیین نموده بودند و خواهان نابودی طالبان بودند. و حتی جان کری بعد از برآمدنش از جو بایدن بعد از برآمدنش از افغانستان این رو صراحتاً اعلام کرد که ما همه گونه کمک‌هایی که توانستیم به مردم افغانستان، به حکومت افغانستان کردیم. ما حتی نیروی هوایی به اونها دادیم که طالبان نیروی هوایی اصلا نداشتند. ما فقط انگیزه جنگ کردن رو نتونستیم به اونها بدیم که ندادیم، فقط همین قدر طعنه‌ها زد و به حکومت قبلی افغانستان گفت. و یا اینکه اگر محض به خاطر این باشد که جناب لاوروف اعلام بر این نمود که کشورش هیچ دخالتی در امور افغانستان نمی کند و همه را بر دوش رحمانوف گذاشت و فرانسه هم از طریق رحمانوف کاری کند، این هم اشتباه و خیالات خام است فکر می کنم، چون رحمانوف از طالبان حکومت همه شمول انتظار دارد، ولی حکومت خودش، همین حکومت رحمانوف، همه ما میدونیم که حکومت عائله شمول است و در حکومتش حداقل 10% دموکراسی رعایت نمی شود. همه برادران عزیزانی که اینجا هستند و ما رو میشنوند انشالله که روشن فکر هستند، صاحب و علم و معرفت هستند، این رو خوب درک میکنند. ولی اینجا سوال به میاد که آیا همکاری با دیکتاتور ظالم و قبول نمودن ظلم گذشته و کارنامه سیاه اون رو قبول نمودن اعمال رو بیان نمیکند، پس چرا کشورهایی که دم از دموکراسی میزنند و مثل فرانسه
فریب نیرنگ‌های رحمانوف رو میخورند. پس باید بگویم که شاید رحمانوف رو در مشکلاتی دچار کنند و طالبان رو سرگرم تاجیکستان نمایند. این هم یکی از ایده‌هایی است که بعضی ها این رو بیان میکنند و میگویند که حداقل گرفتاری طالبان رو به رحمانوف کنند. ولی اگر طالبان رو قبول ندارند اتحادیه اروپا، چرا رحمانوف رو میدونن که رحمانوف در حال حاضر ملتش برق ندارد و برق رو به طالبان اشکارا فروخته ایستاده است؟ آیا اینکه به افغانستان یکی از مؤسسین طالبان در افغانستان به حساب می آید و امروز اشکارا سروزیر پاکستان از همه جامعه جهانی طلب دارند که بیایید طالبان رو به رسمیت بشناسیم. ولی من میخواهم بگویم ملت عزیز تاجیکستان، ملت عزیزم، انحراف و گمراه نمودن ملت ها و انحراف افکار مردم و صحنه‌سازی های پوچ و بیهوده یکی از روش های غلط دیکتاتورها بوده است و این در سیاست بیخردانه رحمانوف هم همیشه مشاهده شده ایستاده است و هرگز برای او قابل اصلاح نبوده و نمی باشد. پس باید این رو ما درک کنیم که این یک کاملا برعکس تعریف سیاست است که در تعریف سیاست ما دیدیم و خوندیم مشاهده کردیم که سیاست یعنی قدرت رو به دست آوردن و مردم رو به راه راست هدایت نمودن و خدمت صادقانه و مردم بخصوص به ملت خود کردن است. ولی رهبران خودکامه کشور تاجیکستان بخصوص جمعی از خانواده رحمانوف همیشه ترس از آن دارند که حقیقتی که برای آنها از زهر هم تلختر است روزی برای همه آشکار شود و همه نیرنگ ها و اعمال ناپسندشون دامنشون رو بگیرند. بر همه ما معلوم است که در این طول 30 سال همیشه حق را به صورت آشکارا با اعمال شوم و باطلشون پوشانیدند و ملت را بر ظلم و گمراهی همیشه روانه کردند. ملت عزیزمان خوب باید این را درک کنند که رحمانوف برای زیاد نمودن عمر حکومتش از هیچ ظلمی روی نمیگرداند و تا وقتی که زمام حکومت را به دست دارد چنین شرایط خفقان را بالای ملت خودش تحمیل میکند. همیشه من زیاد نمیخوام وقت رو بگیرم، اینجا مردم مثل اینکه نوبت زیاد هستن، اگر یگام سوال باشه من در خدمت هستم. اگر نه شما برادر سوال دارم، حالا بدتر حالا میخوام بهادر رو بشنویم. سلام علیکم برادر شوکت، سلام علیکم همه برادران. امی یک برای نمی اکا برای امی رحمانوف رفت اروپا یادف ای اروپا اگر مردک باشه و بخیزه روسیه بیاید حالت مهاجرا شد بینا اگر مردک باشه نکی من نمیدونم با کدام سبب میروه اروپا اگر بروه با منفیت اگر این برادرای پنشیر کنه اگر یگم چیز خدای کنه نکی گجای دو پوشمونه اونجا خاک میشوه، خاک خار و زور میشوه. امید این دینا بود که به نشان دادن همه مهاجرایی که سوماشون ندادن 3 ماه 4 ماه با پاسپورتاشون اگر تا رنگ غلام موری کارشون فهمید چی بدبختی اکا فقط تاجیک در همه جا وای پاسپورتیک به میپرتاد وای پاسپورتیک وایش به در موبایل 3 4 پاسپورتیک امی پاسپورت داکا پاسپورت امی تاجیکستان نوشتگی کو برای این بدبختا را غلام ما غلام برای کی امی کلاغاسمون همه ما را وجه مجاق کگیا امی در خونه خودت که سرکوب بکنن اکا در خونه خودت که سرکوب بکن در اینجا قدر قیمت نمیکنی این را فهمیده بگیریم. برای امی حالی امی مهاجرایی که میبرند اونجا ولی چی نمیکنن با زورا و توانا میکنن ای او دا پاسپورتاتون اگر مرد باشین امی همه مرد باشین بگیرین پاسپورتا را همه کسا میره همه کسا اینا با یک مهاجر دیگر گرفتن ای روسیه ای مسکو گرفتن بردن برای گپی حق گرفتن یک مهاجر دیگر بودن. با این کارشون کی را ترس میتن که با این کار کی را ترس میتن از این برادر افغان برآمد این قوای رحمانوف دفاع کرد اگر رحمانوف مردک باشه مردک زبان مردکی داشته باشه وقتی که گفت 100,000 افغان ما جمع میکنن بعد یو جان کرد این چی چیزی زبان مردکیش مونده زنکش بگیم تریاب کشن بگیم میاردم کی
برادر عزیز. اکا توجیکو افغانستان برادرای ما ما وقتی 350 کس 400 قریب نیم میلیون افغانستان این جنگ زده بود جو کرد توجیکا نکی امروز 100,000 نتونست جو کرده برای که عروس پوتینه این پوتین چیزش بگه هم گپی هم میشود. بله تشکر. عبدالله را گوش کنید. بهادر تشکر به شما. عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آواز میرود؟ بله هست صدایتان. بخشش از ماشین گپ میزنم برادر. همون مسئله که رحمانوف به فرانسه رفت یا که فرانسه رحمانوف دعوت کرد ما البته در این چیز به حیرت نرفتیم. برای چی؟ برای آنکه این دولت های ابرقدرت در طول تاریخ ما دیدیم که با واسطه های همین خیلی ظالم ها چیکار میکردن؟ دیگر ظالم ها را یا که دیگر کشورها را نابود میکردن. اینها برای این مملکت ها این خیلی ظالم ها را همچون یک آلات یا که یک به زبان روسی اینسترومنت همین خیلی استفاده میکنن برای که نفوذ خودشان را در دیگر منطقه ها برای پهن کردن. البته که افغانستان طول چند سال ها گویم که 100 ساله ها بین این دولت های ابرقدرت برای خود نفوذ خود را پهن کردن این دولت ها چیکار میکردن؟ مسابقه میکردن. امروز هم بعد شکست امریکا افغانستان البته از افغانستان دولت های امریکا یا که اروپا و غیر دولت های ابرقدرت دست نکشیدن. حالی هم نقشه های زیاد دارن. از برای همین برای نفوذ خود را به داخل افغانستان وارد کردن اینها از این خیل ظالمان طاغوتان استفاده میبرند. از برای همین همون تاریخی که امروز اگر که انسان‌هایی که سیاستمند یا که از خبرهایی که در داخل فرانسه هست اگر که با خبر باشند میبینن که سرکزی پرزیدنت پیشین فرانسه را چیکار میکنن؟ بسود دعوت کرده همون کارهای جنایتی یا که علاقمندی با کدافی که برای با پرزیدنتی کرسی پرزیدنتی آمدنش 5 میلیون دلار یورو چیکار کرده است؟ از کدافی قرض گرفته است و در عاقبت برای همون پول رو نپرداختن چیکار کردند؟ کدافی رو نابود کردند امریکا، فرانسه و غیره کشورها. امروز رحمانوف هم این خیل همچون یک کودک یا که یک بچه یاش این خیل در مابین دولت های ابرقدرت بازیچه نشود. باید که واقع را با چشم بینا نگاه کند که امروز روسیه یا که خیلی که شما ذکر کردین امروز روسیه یا که برادر نامشان چی اسلام جان ذکر کردن که لاوروف چیکار کرد؟ دست کشید از معمای بین افغانستان و چی روسیه. لیکن رحمانوف رو این همه وکالت رو به دست رحمانوف دادن. امروز رحمانوف از نام ملت تاجیک یا که مردم تاجیکستان گپ میزند و در نزد همین جماعت طالبان چی است؟ یک فتنه، یک جنگ بین مردم یا که یک نفرت برپا کرده ایستاده است و غیر دیگری نیست. از برای همین اون نفری که آمد افغانی گپ زد تاجیک بود یا که از منطقه افغان بود او همون نفر میگه که 2 میلیون افغان ها امروز در مهاجرت هستند در پاکستان و ایران. البته که در طول حکمرانی رحمانوف میلیون ها تاجیک ها بیخانه و بیدر ماندن و هزارهای آنها کشته شدند و چندین میلیون تاجیک ها امروز در مهاجرتند. بعضیشان با مرده پدر و مادرشان اشتراک کرده نمیتوانند. هزارها فرزندهای یاش بی پدر به وایس میرسند. البته که ما میگیم که اون نفر حالت تاجیکستان نمیداند. بسیاری من افغانها را مشاهده کردم در تاجیکستان نبودند، حتی که یک روز زندگی نکردن، لیکن تاجیکستان با افغانستان مقایسه میکنن. اون رقص و بازی، رقصم و بازم و سرود خوانیم با همین چیز بها میدن که در تاجیکستان یک هم با گفته خودشون دموکراسی هست، آزادی است. آزادی با رقص و بازی مقایسه کرده نمیشود و بها داده نمیشود که در تاجیکستان ظلم است بالای مردم نابود کرده ایستاده است. زندان ها پر است از جوان تاجیک است
حتی نه اینکه در داخل تاجیکستان بلکه در ازبکستان هم صدها تاجیک ها در زندان هستند، در قزاقستان هم، در روسیه هزار تاجیک ها در زندان هستند. هر روز ما میبینیم که شاهد آن میشویم که امروز بعد سالهای 2010 همون نام تروریست به گردن تاجیک ها زدن. امروز هر ماه میبینیم که 2 تاجیک با جرم تروریستی میکشن و 10 هاشون در روسیه چی کار میکنن؟ زندان میکنن. برای چی؟ برای آنکه بالای این تاجیک ها یگان یک چی گویم حامی حقوق نیست که همون حق حقوق این مهاجران حمایت کند. حکومت به این مهاجران یگان علاقمندی هم ندارد و رحمی هم ندارد. از برای همین آنهایی که افغان هستند به تاجیکستان ربطی ندارند، علاقه ندارند، با مردم تاجیکستان یگان یک علاقه نزدیکی هم ندارند و حالت تاجیکستان را نمیدانند. خوب می شود که اگر که سکوت میکردن برای اینها بسیار خوب میشد. برادر تشکر. زنگ واتساپی هست؟ زنگ واتساپی را قبول میکنیم. بعد از آن سلیم جان انشالله. الو، السلام علیکم بابای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام به همه مردم ترکیه. اینجا سوال به میان آمد که امروز رحمان وعده کرده 100,000 افغان میگیره مهاجر و برای این گپ گفت که اختیار داشت که دولت اروپا امریکا سود میده 100 میلیون دلار. نشد این گپش. ولی برای کی رفتگی فرانسیا؟ برای وای رفتگی بین خونش در نوسازی و اویله کنده. حالا مردم میدونند که در قسم در فرانسیا، در سوئد، در انگلیس، در اویله امام رحمان داره 42 میلیارد برای وای رفته است که این روز فقط کریس لایشن که کناش میروه رفت اونجا برای پلاش وای کدان. وقتی که پول که داره هر کسی در دولت خارجی پول داره در فرانسه در انگلیس و قبول میکنن پلو بومو برای که پولی باید در اونجا عبارو داره. برای همین را برای فرقش نیست در توجیه که و افغان او فقط اون کار کردنش در کار تمام. برای همین قرابت برای اون چیزی دیگر رفتگی نیست. برای پولش وای کدان 20 میلیونش ایمینه 20 میلیاردش در نام خودش در نام زنش هست. باینی اویلشون امام رحمان رفتی. امام رحمان خودش ببین این تقسیمات رفته است همین ترسیده. میخواستم بدونم که همین معلومات شما تا چه اندازه دقیق است؟ این انیق است. من همون حسین اشور میدوند من کیم در اینجا کار میکنم میدوند. نه وای نیست که من وای کنم. من شما را انیق میگم که این برای طالبا 10 سال در تاجیکستان طالبا آفیس دارند. ظاهری دماد امام رحمان قطعی باید دادگریف داره. عرصی اونجا میرد یارو خرسون و اونجا روان میکرد. این دادگریف دارند. این 10 سال چید اگر مردمی تاجیکستان ندونن امام رحمان 10 سال چید کار میکنه که برادر دیگه گفت وای بار علیش میشود. این کار میگم سوچید در تاجیکستان در کلوب در خرگان تپه در چابه کسالیوی طالبا رانی چیگه طالبا لکنی میشوند تبا باد میشوند. بله این فقط است. این دلیل است. این مردمی که حمایت میکنن امام رحمان و کوران چی نمیبینن نمیدونم که این اختیار میدونه خدای تعالی. درست. برای همین این برای یگان کس رفتگی برای اون که برای تایید کردن که بیا سمت گیجو کنیم چلی حال کنیم سمت فقط تاجیکستان میبیم اینجا سمت افراد تاجیکو گردونده میگیرن. برای این خراب وای و برای اون چی رفتگی نیست دیگه. نه برای طالبان رفتگی نه برای تاجیکستان رفتگی نه برای سوی خودش رفت. درست. خود تشکر به شما برادر عزیز. حالا سلیم جان رو بشنویم. سلیم جان چند دیشه داشته باشند؟ بفرمایید. السلام علیکم اکو شفقت جان. السلام علیکم به همه بینندگان عزیز و حاضرین گرامی که اینجا خیلی صحبت‌های گرم و خیلی صحبت‌های روشن و مفید هم بودند. خیلی استفاده کردم و اینجا یکی از نظر من
این است که در عموم بعضی برادرها نظرهایشان رو گفتند به مثل رمضان حسینیان یا برادر عبدالله، ولی یک قسم این موضوع هایی که من میخواستم بگویم آنها گفتند این است که در اصل امانوئل رحمان با امانوئل ماکرون از نظر من بسیار فرق زیادی نمیکنند. فقط فرقشان این است که امانوئل ماکرون یکم جوان هستند، یکم مثال روشنفکر هستند، با سواد هستند، دانا هستند و دیگر. اما این امام علی شریفویچ این لیاقت ها را ندارد. اینجا من به خاطر چی این رو قیاس میکنم؟ چون در علوم سیاست یک فنی با نام قیاسی هست، چون که به خاطر آسان یا اینکه بگم روشن کردن این موضوع دولت ها رو قیاس میکنن که چگونه اند. در این مسئله امانوئل ماکرون با امانوئل رحمان یک نزدیکی خاصی دارند. این هم اسلام ستیزی هست. حالا شما می توانید این رو تئوری توطئه یا تئوری زگاور بنامید، فرقی ندارد که یکم به این تئوری نزدیکتر است این گپایی که من میگویم. چون ما وقتی که تاریخچه امانوئل ماکرون رو میبینیم، خصوصا در جامعه جهان اسلام خیلی مشهور شد با این اسلام ستیزیش که ضد اسلام و ضد مسلمان ها خیلی مبارزه ها بود. و از دیگر طرف ما خیلی مشاهده کردیم در این 30 سال اخیر که امام علی رحمان با ملت خود چی کار کرد. در این 30 سال 150,000 تاجیک را کشت. 150,000 تاجیک مسلمان که تاجیکستان اکثریتش مسلمان است، 97% مسلمان است. و این مانند است، یک شبیهی هست با امانوئل ماکرون که نامشون هم نزدیک است و این هم اینها را خیلی نزدیک با هم میکنند. ولی یاد هست در روسیه در حرفی سنه نویم مای حتی برنده شبکه تلویزیونی روسیه امانوئل ماکرون گفته بود. بله خیلی شبیه هستن. من هم خیلی در این زبانم پیچید که کدامش یعنی کدام هستن اونقدر برآورده نتونستم. در مسئله فرانسه و یا تاجیکستان من در حقیقتا در فرانسه دموکراتی را دیدم. دموکراتی به معنای اینکه دموکراتوس و یعنی حاکمیت خلق. در فرانسه حاکمیت خلق وجود دارد چون مردم فرانسه خیلی روشن فکر هستند. از این جهت است که با پرزیدنت خود، با این نفری که با این سیاست، با این موقع گیری، ولی همین سیاست خودش یک نوع موقع گیری هست از نظر من. و این موقعی که ضد اسلامی و اسلام ستیزی از این موقع هایش ما فرانسه را دیدیم که چی کار کرد با مقصد پرزیدنتش. بعضی جاش میاد که شلاقش میزنند، جاش میاد که با تخم مرغ میزنندش و این گونه تربیه میکنند پرزیدنت خود را که در صحبت های بعدیش از مسلمان ها عذر خواست و بگیم که یکم سیاست های سمت سیاست شد تغییر کرد. در مسئله طالبان باشد، طالبان هم عیناً همین کار رو میکنند. عیناً مسلمان ها را ضد اسلام در اصل کار میکنند، اما با نام اسلام. چون که از نظر من اسلام، اگر که من اسلام را خلاصه کنم با یک حدیث پیامبر خلاصه میکنم، چون من انسان ها رو و یا ایده ها و یا دین ها رو در حالت های فوق العاده مقصد نظر میکنم که چگونه مناسبت میکنند. یکی از حالت های فوق العاده که حدیث پیامبر در اونجا گفته است، این در همین روز آخرت است که در روز آخرت وقتی آخرت مقصد قیامت برپا می شود باید انسان چی کار کند؟ اگر حدیث گفتگی است که به این معنایی که اگر دست نوده شاخه باشد اون را تا آخر بشینان، تا آخر بشینان تا اینکه مقصد به امید سبزیدند. یعنی از این من خلاصه میبرم که اسلام نجات یافتن و یا نجات دادن است، زنده ماندن و زنده کناندن است از نظر من. اما امروز ما میبینیم که طالبان از نام اسلام چی کار میکنند؟ از نام اسلام میکشند.
از نام اسلام مقصد چی کارهای تجاوزهایی نمیکنند و این شرمنده کردن اسلام هست، شرمنده کردن همه مقصد مسلمان ها هست و این هست. ولی ما اگر دلیل بیاریم که طالبان با مقصد امام علی رحمان با حکومت این کار میکنند، من در رفت اقتصادی و تجارتی من 100% معلومات دارم که اینا همکاری میکنند. همین بس است که سیاستی با هم متشکل، یعنی سیاستی با هم داشته باشند. همین کارشون بس است. در اصل سرچشمه هر دین ها یک کار رو میکنند، اون هم اسلام را بد میکنند، مسلمان ها رو میکشند. بسیار خوب. حالا بسیار خوب برادر عزیز، حالا آنجا سعدالله را بشنویم. سعدالله. سلام علیکم. شب جان بعد برای برادرای اشتراک هستند با شنیده سما رو. بعدن همون برادر افغان برومد مقصد سخن کرد. مقصد خود نمیفهمم که همون افغان هم بگم خود نمیفهمم مقصد که تو یا تجارت صاحبکاری مقصد همشه صاحبکار در تاجیکستان هم اگر تاجیک هم باشی همشه صاحبکاری تو را گرفتن آوردن در مقصد در پالیتیکا دخته هستند که گپ زد تو را گپشون داده هستند تو گپ زد. بعدن او گفت در باره که امانوئل مقصد یا سیاستی همه شمول خواسته است. مقصد این سبب در آن است که مقصد تاجیکای ما را در پنشیر در دیگر جا غم داده استند. وقتی که تو سیاست همه شمول میخواهی چی با تاجیکا در پشتی رشوتکای گرانی سایت زورا و نولا گیریه دوران مقصد ما را رخته چی با رخشونه میتی. این مقصد موقعش هم میگم فهموندن موقعش چی فهم میمیره که یگان موقع نداره سخنی کدگی او که مقصد سیاست همه شمول. بعد وقتی که با افغانو وقتی که حرام پدر میگذره میره و کلدم میگذره میره و بعد یا تاجیکی که در افغانستان زندگی کرده بعد میخزه بسینی ما تاجیکو را بسینی اویلای او رحمانوف بسینی دیگر نمیگه بسینی ما تاجیکو را میگه که ما اومدیم در پشت دروازه شما ایستادیم تک تک کردیم شما راه ندادیم. همین را گفتم میدونم حضرت. بله تشکر. پرویز بفرمایید. پرویز هستید؟ السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آوازم نغز میرود؟ صدایتان خوب است دور عزیز. همین قریب 4 ساعت اینجا همین صحبت رو پیگیری میکنم. یک چیز رو نفهمیدم که مقصد تشکیل همین صحبت شما چیست؟ ببینید تو فهمیدنتون نوبت رو به دیگران دیم یا که نه من در نوبت ایستادم انتظار شدم میخوام این چیز رو از شما پرسم برای اونکه یک مقصدتون معلوم است نه یک مضمون است نه یک اتیکای سخنرانی است. این است که ببینید برادر 3 ساعت برنامه رو تماشا کرده اید 3 ساعت برنامه رو تماشا کرده اید نفهمیدید مقصد ما رو 3 ساعت نه نفهمیدم حالا صبر کنید 3 ساعت باز ما جوق میزنیم در یک 2 دقیقه من چی گویم که شما فهمید مقصد ما رو. من اگه سبب نفهمیدنم رو شرح دهم به شما. وقتی که بعضی از تحلیلگران فکر درست خود را فکر اساسناک خود را بیان میکنند شما گوش کردن نمیخواهید یا میکشید یا برای سخن گفتن چی نمیکنید. بعضی از شخصانی که گپ‌های هوایی تهمت هر گونه سخن‌های بی اساس رو نسبت حکومت تاجیکستان نسبت پرزیدنت سخن همه این سخن‌ها دروغ هستند. وقتی که میگویند شما با چه الهام جان خنده کرده با یک ذوق یک کیف کرده گفته گوش میکنید این چه خیلی است این رفتی برنامه شما. من با الهام جان هم اندیشه هم عقیده هستم. درست خیلی معلوم است پنهانی دارد و چه جای عیب شرم دارد. نه برای چه همین اتیک مناسبت با همه یک خیل نیست. همین رو فهمونید برادر عزیز لبه. شما در کدام در برنامه کی شرکت دارید؟ شبکه اول یا در چه شبکه اول؟ نفهمیدم. این شبکه برادر عزیز خوب میگیم که عدالت رو رعایت کنیم. شما یک رسانه از رسانه‌های تاجیکستان رو مثال بیارید که یک نفر مخالف در آنجا شرکت میکند و سخنرانی میکند. بعد شما در شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان حکومت تاجیکستان رو یک که در حکومت تاجیکستان یک نفر مخالف بگذار مخالفای ساخته خودش باشد بگذار همین مخالفای کیسگی خودش باشد حزب‌های کیسگی خودش باشد با یک نفر حق می‌دهد که اقلا یک مرتبه
برآمده گپ زند دیدید خیر گوش کنید ندیده اید بعد از ما میبوید شما طلب میکنید که چیزی که حکومت نکرده است با جانبداری از همین حکومت یک کتاز دیکتاتوره از همین دیکتاتور پشتیبانی میکنید و میگوید که شما عدالت رو رعایت نمیکنید اتیکا ندارید اتیکا رو شما اول به حکومت آموزونید اول یک اتیکا رو رعایت کند عدالت اجتماعی رو رعایت کند در تلویزیون ها و شبکه های دولتی تاجیکستان در تلویزیون ها مخالفین راه یابند گپشان رو گم مایلش مخالفین به مردم حق بدهید گپ آزادی خودش رو گوید برق چی به کشتید گفته سوال دیاد برای آن که حکومت جواب دهد مایلش دیاد چرا جای کار نیست گفتم مردم سوال تیاد یک بار به مردم میکروفون تیید در شبکه های تلویزیون های تاجیکستان بعد این دعوایتون کنید ما قبول بکنیم محترم شوکت محمد به سوالتون جواب دهم اجازه میدهید برای آن که به مخالفین در شبکه‌های تاجیکستان اجازه داده شود یعنی آنها فکر سخن خود را بیان کنند پیش از همه این مخالفین باید در وضعیت سیاسی تاجیکستان و مناسبتش با دیگر دولت‌ها درست فهمد مثلا از همون سخنرانی‌هایی که حاضر شده ایستاده است با معلوم گشت که شما مسئله سفر پرزیدنت به دولت‌های اروپا رو اومد دیگر خیلی شرح داده ایستاد بعضی از شخصان همین رو درست شرح دهند آن رو رد کرده هر گونه سخن‌های چی تحقیرآمیز هم شد حتی شما هم شخص رو نکشتید خاموش نکردید بیا شما درست کرده فهمونید بیت شما رو بشنیم هرچند اینجا چند نفر نگاه کرده ایستاده است که گپ‌های گفتنیش رو بگوید بیا شما رو میشنویم درست کرده شما خودتون بفهمونید یک بزنم 3 دقیقه وقت به شما بفرمایید چی رو به شما فهمونم باز دویم باره درست کرده فهمونید سفر پرزیدنت به اروپا رو هیچ کس گپتون رو نمیبره 3 دقیقه وقت تایمر گران کن نیست متاسفانه نبوده است حالا از ساعت هم میگیرم اینجا سفری مهم امام علی رحمانوف بفرمایید گپ زنید خوب سفر امام علی رحمان به دولت‌های اروپا صورت گرفت از جمله به دولت فرانسه شما اگر صحبت بین دو پرزیدنت در نزد شخصان مسئول اونجا ژورنالیست‌ها بودن دیگر شخص‌ها بودن با عمل اومد همینطور تمام کردید نه من آوازم شنوا است بله شنیده شده ها دو پرزیدنت صحبت کردن وابسته به مسئله تاجیکستان و فرانسه از جمله همین حرکت طالبان در افغانستان ما می‌دانیم که پرزیدنت یکی از نخستین ها شده این مسئله رو در بین سازمان های با نفوذ برداشتند و مثلا شما میگویید که گویا یگان کار نکرده ایستاده است اکنون انا همین مناسبتی که من گپ زنم مناسبتی که به عمل آمد شما با هر گونه سخن‌های تحقیرآمیز گویا کدو پیرامید و کیمچی نه این چی داخل دارد به هستم الکا یک دقیقهش گذشت برادر حالا هیچی نگفتید درست کرده فهمونید که در اروپا گفتشونیدها با چه نتیجه انجام میشه من با کدام صفحه که با کدام واسطه که به شما نفهمونم شما همون آن چیزی رو شنیده میخواهید که گوش شما شنیده میخواهد من نمونید این خواهش میکنم شما گپ من نمونید گپ خودتون نگویید سفر رئیس جمهور به اروپا نتیجه سفر رئیس جمهور گپ زنید گپ من نمونید گپ شما بگویید که نگویید گپ خودتون نگویید 2 دقیقه دیگه وقتمون خوب کدام نتیجهش رو به شما فهمونم کدامش خواهید خوب مثلا اشتراک پرزیدنت کشور در نمایش نگارهای تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی در آثارخانه گیمه جمهوری فرانسه این با مقصد بلند برداشتن هویت ملی خویشتن‌شناسی و نشان دادن تاجیکستان در عرصه بین‌المللی نیست درست بغیر از موزه مثلا خوب تماشا کرد درست منم قبول دارم موزه تماشا کرد درست قبول کردم دوامش خوب
هستید؟ تمام. همین قدر رحمدین بفرمایید. با سبب تکنیکی یک شاید اسبابشون اسباب تلفن ماشون وایران دیگه باشد. چنین باشد. رحمدین بفرمایید. رحمدین. السلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله. محترم شوکتی محمدی و اهلی گروهی که اینجا ما رو میشنوند، اینجا دویر به قضیه که درباره سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به اروپا صورت گرفت و قضیه افغانستان خیلی سخنهای بسیار گفته شدند و در این بابت ما همین را گفتنی هستیم که سفری کاری و رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه گوییم که مختلف صورت گرفتند، از جمله اون مسئله هایی که حکومت بین پارلمان خب بین دولتی سخن ها کردند، ملاقات ها کردند، گفت و شنید ها بود و در برابر این قضیه افغانستان رو نیز مورد بررسی قرار دادند و خوب شما میدانید در این بابت که همین قضیه افغانستان در طول چند مدت همه جهان ها رو گوییم که نگران کرده ایستاده است و از جمله در این بابت بسیار سخنهای گفته شد. در این چی گفته شد؟ سخنهایی که در این بابت در این برنامه گفته شدند. همین مرا اجازه میدید گپ زنم؟ خواهش میکنم یک لحظه. برادر عزیز، چی سخنهایی گفته شد؟ سخنهایی گفته شدند. سخنهای گپ زنم ممکن؟ در ملاقات ها چی گفته شد؟ در ملاقات ها گپ زنم سخن کنم میشود؟ مالش گپ زنید. خب در ملاقات همچنین در مسئله قضیه افغانستان بار دیگر تاجیکستان موقع خودش را که اینجا چند نفر آن را اعتراف نکردند، قضیه افغانستان تاجیکستان موقع خودش را در قضیه افغانستان بیان کرد. چی گفت؟ و رئیس جمهور در این بابت قید کردند که در افغانستان باید حکومت همشمول که تمام ملت و خلقیت هایی که در حدود افغانستان است قبول کرده شود و مقصد مرام و تمام خلق را آن چی کند. با من بگوید که چند درصد اهالی جمهوری تاجیکستان را ازبک ها تشکیل میکنند؟ میتونید گفتم؟ نفهمیدم. میتونید گفتن که در تاجیکستان چند درصد اهالی کشور را ازبک تبارها تشکیل میکنند؟ خیلی گپ درباره افغانستان رفته ایستاده است. حالا گپ درباره افغانستان رفته ایستاده است، گپ درباره پرزیدنت تاجیکستان رفته ایستاده است. پرزیدنت تاجیکستان از افغانستان طلب کرده ایستاده است که حکومت همشمول تشکیل کند. بسیار خوب، شما بگویید که در تاجیکستان چند درصد اهالی کشور را ازبک تبارها تشکیل میکنند؟ تقریبا 10-12 درصد اهالی تاجیکستان را ازبک ها تشکیل میکنند. خب گوش کنید، من گپ میزنم آخه. خب در تاجیکستان با همه نفر را اکنون 1 نفر 2 نفر 3 نفر را در پارلمان کشور نامبر کنید که از ازبک تبارها هستند. در این بابت آنچه که در پارلمان کار شده می‌ایستد همش این سیاست دولت است و دولت از ما و شما بر اینها یگان چی نمی‌پرسه. حالا بسید. خب اگر سیاست دولت باشد در تاجیکستان که تمام از عضو پارلمان را به نظر نگرفته است، اقلیت ها را به نظر نگرفته است و این گفت شما سیاست دولت باشد، از این می‌باید که خود امام علی رحمان رهبر سیاسی تاجیکستان است و همین همشمولی را در تاجیکستان به اجرا نرسانیده است. چی حق دارد درباره افغانستان گپ بزند؟ خودش نکرده است این کار را.
خب از این برمیاد که شما در قضیه افغانستان جانبدار حکومت طالبان هستید. همه خیلی است و این تابش شما، این سخنان شما همه رو به میون میاره و شما حالا صبر میکروفونش رو خاموش کن. این بسیار دانو است. یک نفری که حکومت تاجیکستان رو از حساب یک اویله تشکیل کرده است، از حساب یک اویله. رئیس جمهور کیست؟ امام الرحمن. رئیس مجلس ملی شخص دوم کشور کیست؟ رستم امام علی. شخص سوم کشور کیست؟ دختر امام علی. رئیس بانکدار کشور کیست؟ داماد امام علی. مونوپولیست شرکت مونوپولیست تاجیکستان که همه بیزنس تاجیکستان رو مونوپولی کرده است کیست؟ داماد امام علی. داماد با یک اویله حکومتداری تاجیکستان رو تنگ کرده است. آیا حق معنوی درباره همه شمولی گپ زدن داره؟ برادر رحمیدی میکروفونش رو گرم کن یک بار گپ زند. به همین سوال خب گپ در سر اون میرود که من موقعم رو اصول گفتم و شما معلوم است که گپ در سر اون میرود که در تاجیکستان حکومت، دولت و خلق میداند و پیشوا سرور کشورمون در این بابت میدانند که چی کار کردنشان. فهمیدید؟ خب دیگر اینکه شما برای هممسلکانتان که در خارج کشور در اروپا است یا اینکه دیگر کشورها قرار دارید برای یک پول پوچ دایر به همین قضیه دیگر سنگرها میزنید به خلق و وطن و به دولت. این عیب است. جنابی شوکتی محمد پایانشون نکن بگذار بیستن. محمد رضا بفرمایید. محمد رضا سلام علیکم. بفرمایید. خوب هستید؟ تشکر به شما. همین پیش از اون که من همین بعضا اندیشه‌های خودم بیان کنم، اول پرسیدنی هستم که اصلا همین اختصاص شما چی باشد؟ یعنی کسبی که شما مثلا دانشگاه رو ختم کردید. از دانشگاه یعنی سوالی من به شما اول پاسخ دادم بعد دوام جمله من حقوق شناسی خوندگی هستید؟ بله. بسیار کسب خوب، اما من فکر میکنم که همین برنامه‌ای که شما حاضر گرفته رفته ایستادید از نقطه نظر سیاسی میگیم یا حقوقی میگیم، خیلی یک نفر دیگر در همونجا سلیم جان نام دارن، من از اینجا دیدم، من باور چند وقت برنامه است تماشا کرده اومدم. در فرانسه دموکراتی هست، در دیگر جا. ما مثلا در تاجیکستان زندگی میکنیم، شما مثلا در خارج کشور هستید، خیلی کسب شما حقوق شناسی است، ما اینا درست فهمیدیم. لیکن مثلا تاجیکستان ما دولت دموکراتی هستیم، حقوق بنیاد هستیم، دنیوی یگانه میگوییم، همین خیلی نه؟ بله. پس میگوییم بله. اون چیزی که مثلا ما دموکراتی میگوییم شرحش من اینجا من شرحش شما اگر حقوق شناس باشید خودتون هم میدونید که دموس خلق و کراتی حکومت چیکار که اینجا به سلیم جان گفتن. لیکن ما اون چیزی که دموکراتی هست در تاجیکستان همین چیز میبینیم، میشنویم و در اصل در همین حیات دموکراتی زندگی میکنیم. مثلا ما تصدیق میکنیم که خیلی نشانه‌های دولت دموکراتی هم هستن که اینجا میگن که بسیار حزبی. خیلی ما یک حزب نگفتیم، چند حزب دیگر است. هر کسی که میخواهد اعضا میشود، هر کسی که میخواهد از صف حزبش خارج میشود. یعنی شما یا آزادی سخن همینجا ببینید حالا یک شما چند حالا این صحبتتون ثبت شده ایستاده است، خطا گپ زنید قبرتون رو میکنن. انامین یه خود داده ایستادن به تکرار رفتن صدا نشانه اشاره است که شما در زیر دوربین های چنگانه هستید و صدایتان ای خود داده ایستاده است. برادر عزیز این نشانه همین است. حالا برادر خیام‌الدین هم برآمد، صدای آوازش ای خود داد. یک نفر دیگر برآمدن، صدایشان ای خود داد. این نشانگری اون است که برادران عزیز شما در چه حالت هستید. مایلش بگذار. اما برادر عزیز نشانه دموکرات گفتید، نشانه این گفتید، نشانه وای گفتید.
مخالفان هستند گفته در تاجیکستان مخالفین رسمی حزب‌های سیاسی مخالف است. بار اول به شما سوال، کی مخالفان سیاسی را در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان دیده بودید؟ محمد رضا بفرمایید. گوش کنید، در تاجیکستان 7 حزب سیاسی هست. بار آخر مخالفین رسمی باشد، رهبرش را می یگان سخنگویش را می سخن گفتنش را در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان دیده بودید؟ من در تلویزیون مثلا ما دیدگی هستیم در انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی دیدیم، در انتخابات پرزیدنت تاجیکستان دیدیم، به واسطه با انتخاب کنندگان اومده صحبت کردن. هر یک احزاب سیاسی. برادر عزیز خواهش میکنم دروغ گفتن رو بس کنید. دروغ گفتن رو بس کنید. من خودم در تاجیکستان بودم، در انتخابات شرکت کردم. رئیس ناحیه با رئیس امنیت ناحیه مرا دعوت کرد، گفت که نامزدیت رو بازپس میگیری. وقتی گفتم پرزیدنت گفت که انتخابات شفاف میگذرد، گفت که همین چیزی که من به تو گفته ایستادم همین طلبات پرزیدنت است. فهمیدید؟ شما همین رو دموکرات میگویید. دروغگویی رو بس کنید. انصافتان رو خواه خورد. شما رو چی باید؟ وجدان دارید؟ وجدان دارید؟ در کجای تاجیکستان شما دموکرات میبینید؟ در تاجیکستان اگر دموکرات باشند، من همین حرفهایم را اگر در داخل تاجیکستان گفته توانم، به من چی مانده است در غریبی گشتم؟ شما به خودتون سوال میتید؟ همین حرفایی که من گفته ایستادم کجاش غیر قانونی است؟ من باید این را در داخل تاجیکستان در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان بگویم، از حکومت طلب کنم این حقم را. حالا من پناهنده ام به خاطر آن که همین گپ‌هایم را در تاجیکستان گفته نتوانستم و تعقیب شدم. همین را نمیاندیشید؟ و فکر میکنید شما نظر فریبی میکنید مردم نمیفهمد این نظر فریبی های شما را؟ و فکر میکنید با همین گپ ها مردم را فریب کرده میگردید و حکومت را بردن میگیرید؟ این خیلی نشده است. یک کم وجدانتان باید بیدار شود. آینده این ملت چی شده ایستاده است؟ میفهمید؟ شما درک میکنید؟ ملت سرسان، سرگردان، در بدر، معلومات عالی کوچروب، انجینیر، مهندس، خشتزن و لایکشان. وجدان دارید شما؟ همین رستم امامعلی را بیار در پهلوی یک مهاجر راست کن، یک سوال جواب کن. در دل خواه موضوع کدامش خوبتر است؟ بعد گپ زن برادر عزیز که ملت در چه حال است. رستم امامعلی به خاطر آن که بچه پرزیدنت است گونگ است، حال صدایش را نشنیدیم. دویم نفر کشور است، در 28 سالگیش گنرال شد فقط به خاطر آن که بچه پرزیدنت است. کی را دیدی؟ کی را دیدی که یک روز در ارتش ملی نبود، یک روز در ارتش ملی نبود، گنرال شده است؟ کی را دیدی در تاجیکستان بغیر از پسر پرزیدنت؟ همین است دموکراسی. حالا ببینید این اولاد امید به آینده خود را از هر یک نفر ملت برداشته است. هیچ کس امید نمیبرد که در تاجیکستان پرزیدنت شده میتواند. همین است دموکراسی. یعنی یک نفر میتواند عمرباد پرزیدنت باشد، به هیچ کس جایش را ندهد. قانونی. همین است دموکراسی. امید به این که رشد میکنی، امید به این که میخوانی جای کار پیدا میکنی، از بین برده شده است. میخوانی دیپلم رو میگیری، میری پاره طلب میکند، میری باید تقاضا داشته باشی، باید صداقتت با اولاد ثابت شود. ثابت نشد حتما در روسیه کوچروب میشوی. همین است دموکراسی. انصافتان رو خواه خورد شما را. وجدان دارید یا نه؟ از پیش از همه
ватандор бифармоед баъд аз он ватсап. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Акаи Шавқати Муҳаммадӣ ва дигар бародароне ки наминҷо дарози тамошо кардесему бисёр суханҳои хуб гуфтесену. Не ки ҳамин барномаро ман бисёр тамошо мекунем, бисёр ғайбат мекунем. Киро? Ин ҳамин киро ҳамин сардори давлат сар кардагӣ то шаҳрванди одира. баъд чӣ? ғайбати бисёр ҳамин залал дора. бародари азиз, ғайбат чист? гап занед, ғайбат чист? ғайбат масалан як шахсе ки ғайбат худ як кори баде, аслан як кори баде ки беҳад чӣ кор кунед ғайбат мешавад? охир як дар ғоибӣ як шахс гап мезани ғайбате. бале, акаи Шавқат, аммо дар бораи ғайбат инам ҳаст ки гӯш кунед бародари азиз, фаинна алфоҳишата ла ғайбата лаҳу ва ла ҳурмата лаҳ. касе ки ошкоро ҷиноят содир мекунад, ошкоро ба мардум хиёнат мекунад, ошкоро моли мардумро медуздад, ӯ на ғайбат дорад, на ҳурмат дорад. ла ғайбата лаҳу ва ла ҳурмата лаҳ. дар вай на ғайбат ҳаст, на ҳурмат ҳаст. барои ҳамин бародари азиз, вақте ки шумо як гапро мезанед, бояд дар бораи вай маълумоти дуруст доштагӣ бошед. ғайбат чи аст? аввал пеш аз ҳама дониста бошед ки ғайбат чи аст ва чӣ кор кунӣ ғайбат мешавад. фоҳиша ғайбат надорад бародари азиз. фоҳиша ки аст? касе ки ошкоро бидуни шарму ҳаё ҷиноят содир мекунад, моли мардумро медуздад, фоҳишагарӣ мекунад. имомали раҳмон ки як дузди фоҳиш аст, як дузди ошкор аст, моли кишварро медуздад, ба яғмо мебарад, бо тамоми аҳли авлодаш ба ҳеҷ кас ҳақ намедиҳад ки рушд кунад, тоҷикистонро пеш мебарад. дар кадом давлати дунё нест ҳамин кор, дар кадом давлат любой ҳукуматдор, любой давлатдор ҳамин хитам акаи Шавқат дар вазифаи президентӣ бошӣ, аввал авлоди хитро нишонӣ. масъалаи дигар ҳамин аст ки ғайбат бародари азиз, хеле ки як формулашро худатон гуфтед, аз пушти як кас, мо аз пушти ҳеҷ кас гап назада истодем, мо рӯбарӯ гап зада истодем. ҳозир аз мақомоти амният моро тамошо карда истоданд, аз дастгоҳи раисҷумҳур моро тамошо карда истоданд, аз вазорати корҳои дохилӣ моро тамошо карда истоданд. хайна бесен акаи Шавқат, бесен ака, ман ина шумо ҳаминҷо дар ҳамин федератсияи Россия қариб 1 миллион муҳоҷира бечора ай Тоҷикистон ба мақсади кор кардан ба Россия мебиёянд. мебиёяд ки ин ҳамин барномада медурояд тамошо мекунад, барномаро мебинад ки иҷода политика рафтеса, ӯ бечора дар иҷа азоб кашидеса, уҷа оилаш ай гишнагира мурдеса, иҷа политикада медурояд гимноз мешава, дар як роҳи баъд ӯро меқапанд, мебаранд дар Тоҷикистон турма мекунанд. ин ҳама гуноҳи бузург аст. бародар азиз, ҳаминҷо сабр гӯш кунед. бародар, ин роҳи бад нест. ҳаққи худро шинохтан роҳи бад нест, роҳи дуруст аст. ин чизе ки шумо гуфта истодед, ин даъвои трусҳо ҳаст, яъне тарсончакҳо, буздилҳо. сабр кунед бародар, сабр кунед. ин гапа буздил мегӯяд, ридоқ мегӯяд гуфти аjdиҳои мо. мардак ридоқ мегӯяд? мардак ридоқ гап намезана, ридоқ бошад хеле бомода дар экран прамой гап намезана. яъне пешниҳоди шумо ин аст ки тамоми миллат, пешниҳоди шумо аз миллат ин аст ки ҳамин дуздҳо дуздида гарданд, ғоратҳо ғорат кунанд, ғоратгарҳо ғорат кунанд, моли кишварро ба яғмо баранд, фақат ба хотири он ки моро бурда турма мекунанд гап назанед. зато миллат ором аст, давлат ором аст. талаби шумо ҳамин аст ки бародари азиз, вақте ки моли кишвар ба яғмо меравад, ба хотири он ки зиндонӣ нашавӣ гап назанед. бародари азиз, аз рӯи дин нигоҳ кунӣ, пешвои мо имом аъзам аст, пешвои мазҳаби мо имом аъзам аст, дар турма дар зиндон ҷон додагӣ аст. дар зиндон замони ҳазрати имоми аъзам ба ин замон рост кардан дар кор нест. дар ин замон як сухани ноҷо одамро ба куштан мебарад. ки ин замон бояд ҳамин
زورها بخورند دیگرها باید همین کلک هم بگردن. آخه نخود که تو همین درجه رو باشه. کدوم درجه؟ حالا ما اینجا ما به دست یراق نگرفتیم، سلاح نگرفتیم، بمب نگرفتیم، یک اونجا отсюда мардуми тоҷикистон озод свобод касе дор хона кардеса дворе сохтеса касе тиҷорат кардеса уеш ки полисаш мебура дар за граница мероя бизнесша мекуна ҳама свободна ин камбизоатӣ камбағалӣ ана нодорӣ дар ҳама миллат ҳаст дуруст ин ҳамаро худованд агар бой кунад подшоҳ кунад баъд чӣ мешавад ин дунё در کدام سیاره این گفته‌های شما هست؟ در سیاره نمی زمین در اصل 21 در کجا؟ در تمام دولت جهان شما نه فقط تاجیکستان رو نگاه نکنید دولت‌های بنگلادش شریلانکا اونجا رو ببینید که آدم‌ها در درون یک بوتکه خوب میکنن دولت دنیا ما دیده ایستادیم بجز بعضی از کشورهای آفریقایی و تاجیکستان شما بفرمایید برادر عزیز شما درباره غیبت درباره مثلا تحقیر گپ میزنید باور کنید همینجا برادر خیام الدین است از آموزگار دانشگاه ما خیلی احترامش کردیم در همینجا با هم گفتم که آموزگار است احترام میکنم همین نفر با تمام دیگر معلم ها ده ها مثلا خود من نشون میکنم برآمد کردن در زیر دوربین مرا مثلا تهمت کردن تحقیر کردن بچه باز گفتن نمیدونم با هر حرفایی که مثلا در دلشون گپ بود و امنیت کمیته دولتی امنیتی سپارش داده بود همون حرفا رو گفت ما اینجا قبول کردیم ما همراهش صحبت کردیم احترامش کردیم در کجا تحقیر کردیم شما وقتی که عدالت رو نمیدونید و عدالت رو مثلا خودتون پیاده نمیکنید همیشه شما این کمبودی‌های خودتون رو در ما میجویید در اینجا کسی رو غیبت نشده الهام در همین اکا الهام یک مینوت از شما فکر شما گوش کن اینا گوش کن اینا من یک شهروند تاجیکستان منم دورنده دیپلم ولی کسی شما رو تحقیر نکرده از آخر با اندیشه های شما من دیدم که وضعیت ما در تاجیکستان نمیشه آمدم در خارجه الحمدلله سوز زندگی کردم که بچه ما باید که خما برم در یک گروه در یک چیز خما برده مخالف یا که برده در یک چکری بزنم شما کسی شما رو دیگه برادرای دیگه تاجیک همین به همین درجه شهر نیست که ولی همین 80% هم بچه‌ای که در همین گروه ها میدونن یگم تاش ابرزمانی ندارن مالا برادر یک دقیقه کسی شما رو به یگان مخالفت به اعضای یگان گروه دعوت کرده است شما اعضای یگان گروه نشوید فقط طلب این است که شما حق خودتان رو طلب کنید حق خودتان رو بشناسید بیدار شوید دزد رو شناسید غارتگر رو شناسید ناعادل رو شناسید پادشاهتان رو شناسید نمیدونم خدا شما بیدار باید باشید حق خودتان رو بشناسید برای همین دعوت میکند به فکرم کنده شد شوکت جان آواز من میره صدایتان هست اون نفر چند یک بار هم بیرون شده بودند ولی اینجا هر کسی که مثلا باید بدونه که ما کسی رو هم تحقیر نکردیم و غیبت نکردیم اگر ما جای خنده کردیم واقعا یگان حرفای خنده‌آور بود که خنده ما اومد ولی این به معنای تحقیر کردن یا غیبت کردن نیست به خاطر همین باید این مسئله گفته شود بفرمایید منصور درست تشکر الهام جان منصور بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله دوستو عزیز چکلی آمدتون تشکر به شما الله نگهبان تو شود زنده باشید خدا اون ملت را سروری داد که تقدیرش با دست خیش بنوشت بر اون ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت این سخنان یکی از شعرهای محمد اقبال راحلی است دوستو عزیز در حقیقت حاضی بچه‌ای که گپ میزنند هر یک از کنیشتن منینی خچه میگه سسترانی میشینی تماشا میکنی منینیوشون کوچک خام ایش میبروه شما را میگه که شما کجا را تمام کردگی اوش میبروه میگه شما آدم را گمراه میکنی اما ما ملت عادی در روسیه مثال کار میکنیم وقتی که میخوایم که ای حق و حقوق خود ما گپ زنیم برای ما شانس نیست و میگه مثال در همه جا همین گپشون تا روز قیامت ایده اینا را در همه جا همه هست در همه جا مهاجر است در همه جا کروچی پرابلم هست آخه من میفهم پرابلم در همه جا هست اما مثل ما تاجیکا نه دوستای عزیز شما بفهمید که تاجیکا در روسیه قدر ندارن ایروی چی ایروی که مقصد میگه که
абр агар аз қибла хезад сахт борон мешавад, шоҳ агар одил набошад мулк вайрон мешавад. дӯстои азиз, шоҳи мо одил нест, барои мо мулки вайрон аст. мулк вайрон кишид, мардум пароканда мешаванд. дӯстои азиз, барои мо фаҳме, ҳар гап, ҳар сухани мисол ноҷо нагезиди. мо муҳоҷир 20 сол шудаем, мо дар Россияем. дӯстои азиз, фаҳмидӣ, 20 сол дар ҳамҷа гаштем, сарсону саргардон, айватан берун. падар мумурд, натонистем рафта, модар мумурд, натонистем рафта. дӯстои азиз, охи ин билети паданалат 40-50 ҳазор ай. охи шумо як бор савол наметиҳед, як чи мега ки мо хоки пои муҳоҷирон мешем. мега охи аллоҳ шуморо нест кина. Миллата шумо хор каде. охи ман пул ки медоштум, ман мерафтум пеши модарам, ақаллан рӯи дидорша медидум, ғанимат гуфта то рӯзи қиёмат хайру хуш мекунад. мефаҳмед шумо? шуморо худо ҳалок кина, нест кина ай рӯи ҳамин замини замон ки шумо миллата намефаҳмед. ҳамиде иҷода ҳар як одам мемира ки пул ҷамъ мекуна барои ҳар як одам мурдагӣ. мо муҳоҷиро як сум, ду сум мо ҷамъ мекунем, бепартоем ки як пул ҷамъ шавад. ой худо лаънат кина у яна сафоратхонара, худо фурӯ бара сафоратхонара. ӯ як тин ёрдам намекунанд ва дар фикри мо нестанд. И давлатдоро ҳамаш дӯст, душман, ҳаромхӯр ва зидди мо фақат кор мекунанд. ҳамиде дар ки ҷое ки мо як сар баланд мебардорем, мегем ё Аллоҳ, эй халқ, як кас овоз барора, меояд моро террор мекунанд. Шумо ғайр аз моро террор кардан дига ҳунар надоред шумо. охи то кай шумо моро террор мекунед? то кай шумо моро тӯҳмат мекунед? то рӯзи қиёмата? охи шумо пардаи Аллоҳ ба мехоҳед ки ба ҳамин суханотон пӯшед? мехоҳед ки ҳамин афтоб моем, мо муҳоҷиро афтобем. мехоҳед ки ба ҳамун туфи худтон афтоби баланди Аллоҳ бупӯшед? лекин намешавад. албатта рӯзеш меояд ки шумо ҷавоб метиҳед. лекин бо ман як муроҷиати дига барои ҳамин муллоҳо дорам. ман асобина ман муллоҳоро гӯш мекардам, ҳурмати эҳтиром доштум. имрӯз муллоҳои мо мурдиям. худо забонтонро ҳалок бикунад то рӯзи қиёмат, чунки шумо хапи шумо мо мардума дар ин пастӣ овард. мо мардума хор кард. ҳар якта муллоҳо мебуровад дар вақте ки ҳизби наҳзати ислом буд, ҷор мезад, даъват мекард. ҳозир шумо мурдем. шумо дар ки ҷои шумо худозадаҳо баъде ки нашид. фаҳмиде? ҳамун инсоне ки ҳамун муллое ки ай паси нафсиш мерава, ай паси зиндагиш мерава, уммати ислома фаромӯш мекунад, чунки ӯ илм дора, худо ӯро ҳалок кунад. касе ки набоша меге мо пайрави имом аъзамем. шумо хоки хунук нестед. бародарҷон Шавкат, боши саломат ҳаматон. худо нигаҳбон, худо ҳалок кунад ҳамаи золимони тиранои ин времера. ассалому алайкум. акаҷон илтимос 1 минут вақт дорем. ман телефоном заряд бениҳоят кам мондааст. 1 дақиқа гап мезанам. бародар дониш бахшиш ҳастам. ассалому алайкум ҳамаи бародарон. ҳамин бародар омад гуфт ки ҳамаи 80% бесаводо ҳамҷа. ман донишҷӯи донишгоҳи миллӣ, ихтисосим идораи давлат ва ҳуқуқи инсон ва дар донишгоҳ раиси донишҷӯёни фарҳангии донишгоҳ будам. ина ман тарафдори ҳамин гурӯҳҳои сиёсӣ ҳастам, чунки дар Тоҷикистон 100% не 200% ноадолатӣ аст, гирифтагӣ аст. имрӯз ҳоли зори муҳоҷирона дидам. ман оби чашм рехт, ҳоли зори занҳоро дидам. шумо як бадбахтони касофати бесаводен. ба худо қасам дар вуҷудиш 1% саводе надора. мардуме ки дар инҷа ҳама аст. ман дорандаи дипломи сирх ҳастам. дипломи сирх бо аъло тамом кардагиам. вақте ки гурӯҳҳои ҳамин сиёсиро дидам ва фикрҳои ақидаҳои инҳоро ман гӯш кардам, фаҳмидам, 100% тарафдори ҳамино шудам. 100%. чунки ҳаққа меган, аз ҳақ гап мезананд. ино дар канда шуданд. мутаассифам. ворид ки шудед, ба шумо сухан метиҳем, давоми суханатонро мекунед. ҳоло як занг аз WhatsApp. салому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародар Шавкат, ин мардуме ки тарафдорӣ мекунанд, як худошон савол намекунанд ки бори ҳазорҳо, 10,000-ҳо, 100,000-ҳо мардум ба муқобили ҳукумат барои чӣ?
سوال نمیتونید خود که برای چی مردم همه خیر میگویند شما هم خیر رفتار کنید که همین مردم طرفدار شما شوند یگون چیزی خوب نمیکنن همون آدمایی که طرفداری میکنن و یا عادت کردن که در همون پاکستان فقط همون حکومتدارا رو تعریف میکنن وقتی که شما میبرید گپ حق گپ درست میگوید برای این چیزی نافهمه برای اینکه باید عادت کردن که فقط در همون تاجیکستان همه پروگرام های تلویزیون فقط تعریف میکنن وقتی که شما اساسی چیز گپ میزنید برای نافهمه خودتون نمیفهمن که دموکراسی چیست نمیفهمن که دموکراسی یک حکومتی مردم اداره میکردگی یک شخص نه باید دولت دموکراسی مردم حق در اداره کنی دولت و همین چیزا اینو نمیفهمن که یک اویله در سر دولت شیشتر چی کار خواهد کرد دولت چیز کردگی پریتیزات کردگی یک زباد بری همه ادارش میکنه چی کاری خواهند چی خیلی خواهند او پارلمنت انتخاب نمیشود و یا تعیین میکنن همه چیز در دست وقتی که شما در بوری سرداری حکومت گم میزنید و باید جوابگر انا برای مردم است برای همون شما درست گم میزنید این یگون در گپزنی شما رفتار شما یگون چیزی غیر قانونی غیر انسانی را نمیدونن و برای چی خودشون سوال نمیکنن که برای چه مردم همین گپ میزنن اگر اونجا نقض میشد میلیون ها مردم مهاجر میشد ها درست در همه جا مهاجر است مهاجرای توجیک یگون حقوق نداره به حقوق برای اینکه دولت تاجیکستان ما محافظت نمیکنه در هر پاسپورت در قفس نمیشه که شما در محافظت حکومت تاجیکستان نه اما پاسپورتاتون چه قفس خانه چی نوشتگی است خود من نفهمه با قریب یک زنک مادر در برنامه شما برآمد کرده یک چند مرتبه برآمد کردن من گوش کرده و همون زنک یک بار گوش کنه از همون زنک سالش رفتگی یک رفتار و گپزنی درسته هم روسی هم تاجیکی گپزنی را یاد گیره فقط همین کرونا تعریف میکنید آخر یک بار سوال که سطح تاجیکستان چیل است آخران انا چیزی که در پاریس پریزیدنت آمد اول فرانسه برای چی قبول کرد برای اون که همون اویاپورت فرانسوزا در تاجیکستان بود با آمدن که با یکون چه برای افغانستان گفته با یک قبول گیرن تمام دیگر یکون چیزی پولارم به منفیت ملت به منفیت مردم نمیره همین میبید با منفیت همون اویله و خیش و تبارو اولاد یک برادر داشتم در حبس کرد او میگفت که حال بچه هاش کلان شدن دختراش خطی انبیراش کلان شدن در تاجیکستان همه وظیفه نبیرو ابیرو حبیرو همه اولاد هستند میشوند او گپش برآمد همین درست میگوید این گپ تخمین 20 سال پیش بود درست باور میکنید کاکا جان زنده باشید و نخود دلتون برای ملت دلتون برای تاجیکان هستید تشکر ما تاجیکان هم آدم انسانیم بله سلامت باشید حالا عظیم جان رو بشنویم عظیم بفرمایید سلامت باشین تشکر زیاد راستی بسیار هم میخواستم که برای با امو کسی که در خصوصی اشخاص مخالف به سواد گفته نام بردن با امو صحبت کنم متاسفانه کنده شدن به هر صورت یک چیزی عادی ترینی است که مردم تاجیکستان باید بفهمند من راستی به خلاصه آمدم که کسایی که در فدراسیون روسیه مهاجرت هستند و در قضیه اشخاصی را که برای همون مهاجرایی که در فدراسیون روسیه جانبازی ها میکنند زندان ها میروند نمیدونم تحقیرها را تحمل میکنند من فکر میکنم که همون مردمی که در فدراسیون روسیه مهاجر هستند و در قضیه چونین یک انسانهایی را که با جانشان با زندگیشون با عمرشون به خاطر این همین مردم مظلوم را که خودشون هم مظلوم بگن در همه افرام ابراهیم داد فیغان از این میکنن که از مظلومیتشون
همینا لایق همون نیستن که همین مردم کمک کنین. چرا؟ زیرا که از کرامت شریف، از عزت امانوف، از مقصود ابراهیموف، از هزاران هزار اشخاصی را که به خاطر این همی کسایی را که خودشون مظلوم میگن در فدراسیون روسیه به حیث مهاجر کاری هم از پشت همین مردم گپ میزنن، به خاطر همین مردم میروند زندان ها میشوند، به خاطر مردم تحقیر میشنوند. یک انسانی غیر مخالف حکومت، یک انسانی غیر سیاسی تا امروز من نشنویدم. باور کنین به خدا قسم من ندیدم که یک انسانی غیر سیاسی یک حداقل یک کمک صدای بلند کنه یا یک حداقل یک چیزی بنویسه. امروز یک نقطه مهم است. تاجیکستان همچون یک دولت دموکراتی و صاحب استقلال دنیوی و نمیدونم چی کانستیتوسیون یعنی که سرقانون داریم. سرقانون سه چیزی مهم است. دموکراسی سه چیزی مهمه برای مردم مهیا میکنن. اول اینکه آزادی سخن است. او میتونه زیدی رئیس جمهور باشه، او میتونه زیدی وزارت باشه، او میتونه زیدی هر کسی نباشه. اول هر انسان در از قانون بیرونه، از سرقانون کشور یکی از قانون اساسی است که او را حتی رئیس جمهور نمیتونه ویران کنه اگر قانونیش بگیریم. دیم دموکراتیا، داد از دموکراتیا میزنین. دموکراتیا دیم آزادی دین است. نوابسته از اینکه مردم در کدام دین مذهب رویان باید آزاد باشند. سیم اصلا حقوق نداره که اصلا یگان جای همین سه موضوع را شما منع کنید. یگان دولت دموکراتی. سیم آزادی تجارت است. شما یک تاجر را بگین که با خانواده کدام وزیر، رئیس جمهور، نمیفهمم کدام یک بالا مقام خویشاوری و رفت و آمد خدا و نمیدونم یزنه نباشه. همین سه چیزی که اساسی هستند در یک جامعه دموکراتی در تاجیکستان ما نیستند. اگر که ما از این میگیم آزادی سخن نیست، آزادی دین نیست، آزادی تجارت نیست. این چیز از دایره یگان قانون بیرون نیست. برای این چیز خب دیگه مخالفین نگن. آخه شما مردم نمیگین. شما مردم کسایی که در فدراسیون روسیه زندگی میکنه، شما مردم یک چیز بگم، شما با همون ظلم عادت کردگین. شما همین ظلم یک چیزی معمولی قبول داره. من ببخشید من همه را در نظر ندارم، اما 90% 95% اون همون ظلم یک چیزی معمولی است که باید باشه، باید بشه و این چیزی نرمال است برای شما. حالتون از این بدتر میشوه. قسم به خدا کسایی که در فدراسیون روسیه مهاجرایی که در فدراسیون روسیه زندگی میکنید، شما حالتون روز تا روز بد شده است. امروز شما دیگه نداره کسی که از پشت شما گپ زنه. شما را در همون باطلاق ظلم و عذاب ستم حکومت شما را تله کرده است. یا مینوت ما مهاجرم مهاجر. یگان گفتنی دیگر دارید برادر عظیم؟ بله، آخرین نقطه کسایی که لطفاً چون دیگرها انتظار هستند و وضعیتشان علیکی صدا بلند کرده شدن. ببخشید آخرین سخن کسایی که در فدراسیون روسیه زندگی میکنید، در این مدت از پشت کسایی را که به خاطر شما جانبازی ها کردند و امروز پشت زندان ها هستند زیر خاک، در بالای قبر بعضیاش یک وجب سبزه دمیده است. اگر شما از پشت چنین انسان ها نخستین صدا بلند نکردین، شما این را بدونین که حال شما از این بدتر می شود و تقدیر شما را فقط خود شما میتونه حل کنید. یگان سیاستمدار، یگان حزب سیاسی، یگان حکومت در این مدت 30 سال معلوم که چیکار میکنه. به همون خاطر اگر بخواهین که فرزندای شما را مثل شما اونمو روسیه و اونمو پتنت، اونمو تحقیر، اونمو روشن جمشید و اونمو تا ایزاراتون فراوردن عکستون گرفتن در جامعه جهانی، اگر نمقدر ننگ ملی داشته باشین، نمقدر حکومت کو ندارن، نه ننگ دارن، نه ناموس دارن، نه دین دارن، نه فرهنگ، نامرد باشم زنده باشم شعارشون است.
درست. تشکر زیاد. ببخشید. نباشید برادر عزیز. همه مهاجر به نهایت بی‌صبری کردن، یک بار بلند بکردید گم بزدن بالش. از دیگران معذرت میخواهم. این نفر شاید زردی تلفنشون تمام بشه، یگان مشکلی دارن که بی‌صبری کردن. بگذار بشنویم. مهاجر بفرمایید. سلام علیکم همه. من مهاجرم روسیه. این برادر میگه که شما عذاب میکشین چی؟ ما ولی ندیدم. اون آدمایی که پیرو شما کنش نیو نه همه جا عذاب میکشن برای که عدل نیتشونه. ما هم جدا سرمون بلنده. اینا درکتین چیزایی که شما میبینین، این چیزایی که شما میگن عذاب، این چرا من ندیدم. همه ما فخر کردیم توجیکیم. در لبای زالو دیده سیختون که چه توجیک در همه جا پیشروی و چی در وطن چی در دیگه جا. یکم عذاب من ندیدم تو همین روز. من از سال 2011 مهاجرم میرم میام این چیزا را میگن که ایزد امان. ما تو وقتی که حکومت داریم در اینجا با حکومتی رسیم با نه با ایزد امانش نیاز داریم نه با کرامتش، نه اولش الله خودش اینجا هست همش. او کسی میگه ما عذاب میکشیم در روی خونه ما عذاب کشیم. غریبان. خب تشکر مهاجر. تشکر. غریبان گپ زنید. چی گفتنی هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما می غریب مهاجر 25 سال شد دامی فدراسیون روسیه. چی گفتنی دارم که برادرایی که دفاع میکنن ای میسا پیشوا میگن برای ویا، برای مردمی تاجیکستان که در پیشوا میگن و گمراهند خودشون. اول ای مردمی تاجیک بیدار شید، چشمان را کشایید. بس از ظلم. کنستیتوسیون میگه کنستیتوسیون تجاوز کرده شده. یگام قانون نیست در تاجیکستان. اولش مهاجر که یادین گپ زدی برادر که یگام چی نیست، رو حقت سیاه میکنی. اولش خداوند همیشه همچون برادریم، همچون مومن مسلمان، هم مومن مسلمان، همچون برادران تاجیک در پناهش نگاه داره. ما عذاب غریبی رو بسیار کشیدگیم، تا حاضر در غریبیم. وطن میری سرد میکنن. حالا با خود به شما حتما سخن میدیم. همینجا سعدالله را گوش کنین. سعدالله. خب مالش. تشکر غریبان. تشکر به شما غریبان. حالا سعدالله گپ زنید. هستید؟ سلام علیکم بار دیگر. آخه میگن مهاجر عذاب ندیدیم. تو مهاجر نیستی. تو تازه برای فروختن مهاجر آمدگی. تو تازه برای در آمده گوش کردن درون بازارا دا، درون خانه دا، درون چیزا خبر دادن آمدگی. تو برای آنمی تو مهاجر نیستی. برای که تو درد مهاجر ندیده، تو مهاجرت هجرت نکردگی، برای کار برای علاقمندان نیامده، برای پدر مادر. بعدا گفتنی او خبر کردن ما برادرا را که او 8000 او 7000 رو امنیستی شد، او عفو شد، او ترما خالشی برای ما واری برادرها، برای دیگه برادرایی که مقصد در روسیه زندگی میکنن، کار فعالیت میکنن، برای اونها احتیاط کنه. مقصد نگاه کنه اختونا که مقصد برای ما اوتای دزدیدن اونجا خیلی برابر دزدیدن. تشکر استاد. احتیاط کنه برادرو. بهادر بفرمایید. بهادر گپ زدنیان. بهادر بفرمایید. برادر از اینمی برادر مهاجری که بر آمد این گفت که ما عذاب نمیکشیم در روسیه. خدا هدایتت کنه. امی آدمی که میگه من در مهاجرت عذاب نمیکشم، خدا هدایت کنه و در راست بدرورد. ای برادر، تو اگر در پیش ما باشیم عذاب مهاجر تاجیک تر نشانت بتم در یگام جهان نیستی تری عذاب. تو چی قد سفسطه میخونی؟ امی 2 روز پیش پاسپورت بچه را گرفتگن 4 ماهی کار کردن سوم دودگیشون نیستن. امی عذاب نیست؟ همون زنایی که بر آمدن گریه و ماتم کن ما را بکشن اینجا برن، همون مادرای تاجیک نیست؟ این چی بدبختیه که یک بگنوسو بیاد نامرد میبراید رو تهوی که تو بفهمن که تو مهاجر هستی یا که نه. من 18 سال در مهاجرت گشتگی، من عذاب مهاجرم میدونم. من در درنای سیزوهای جا بدم، من در درنای
ملیساخونه ایجاد شتای ملیسا جرا خوردگیم تا حاضر ما توقت میکنیم که تا که وطن ما تنگ باشه. ای بعد خطاب ما برای یک همین وطندار بود چی بود یا تدیه اوجه همه مهاجرا بسودن برادر خطاب ما بتا که عیشات همین بسودا اوجه رحمان فوجه کیسش پر کرد عیشات همین بسودا وطن آباد چی امروز شما میخیزین مهاجرا را سنگی معلومات میزنین انشالله خدای به او روزای میرسه که رحمان چپگردان میشه شما این همی برادر وطندار همه شما در پیش خلق جواب میتین برادر این چی در کار بسواد میگین بسواد کیه همه ما را بسواد میگین ما بگذار بسوادن باشیم ما بسواد نگفتیم برادر عزیز ما گفتیم ابرزوانی ندارن امی ابرزوانی نداشت بسواد میشه برادر این چی در کار بسواد نمیشه ابرزوان وقتی که خوندی وقتی دانشگاه را خوندی با فهمیش چیز درک دیگر خیلی میشه معلومات عالی گفت ابرزوانی یعنی که این یک چیز دیگر میشد معلومات عالی ویش ابرزوانی گوید دیگر مردم میفهمه شما ابرزوانی میفهمه که دیپلمی اولیش میشه اما هر یک شهروند تاجیکستان که به سن 18 رسیده است تعلیم همگانی در تاجیکستان حتمی است دو اتستات دارد این اتستات ابرزوانی است برادر عزیز بس فهمیشتون صدقه شوم برادر عزیز یک نفری که در تاجیکستان به سن 18 رسیده است اگر از صنف نیمیش نبرآمده باشد و صنف 11 را تمام کرده باشد دو ابرزوانی دارد 11 سال تحصیل کردگی است به فهمیشتون صدقه شوم برادر عزیز حالا یک معلم بفرمایید معلم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من خودم این برادر همون کالج تکنیکی را خواندگی بودم تا واج من همون وقت من همین بورا را ندرو وردم و بورای همین برادری که وطن داره من با همین خاطر من در اومدم که همین را من بگمش که من 10 سال کالج تکنیکی را خواندم همین مقصد دانشم 100% بود نکیم ای بوره همی مقصد همی سونگیشون این همی سالانه و مقصد این همی چیا همی میره هر یک اگزامین در پول و مول مقصد هم سوالا را جواب میتی کارید میکنن که این سوسو میدرارند خود توقع میدرارند در کابینت با یک در کابینت میدرارند سومت میپرسه یک تایگش معلمی مقصد هم خیلی ویران بود با والا قسم میگه که بیا مقصد هم کار مرا بود که میگو می بچه چی کارتا میگه که همین بروک طبقش مقصد هم خیلی دسته معلم با خدا قسم خیلی داجه ما باور نکردم ما گفتم ممکن مقصد همین سپسال مرا خیلی ویدیو کنن میپرسم امرای بار ما مقصد همون چیوما میگه که مورم هم خیلی مقصد مراجعت میکنم میگه که بیا همین بروک طبقش مقصد ما کار برم میبینم ما دستون در کار نیسته ما را ولی که خودم باسه ما با همین مردمی که مهاجر در وطن خودش کار نیفته که ما در وطن ما یک کتیلا و تنگا و یا مقصد یک کار بر هم اگر حساب کنیم یک شاعری نمیدونم شاعری چی در فرانسه بود یا کجای ده بود گفت اگر مردم تاجیک اگر یک آدم با عقل باشه باید پس لیدیم هم 10,000 12,000 که آدم داره همونجا پس لیدیم مدل مرسدس پس لیدیم مرسدس را باید بشینن در خارجه کارگر دعوت کنن که مقصد در وطنهای شما باید کار کنن تا 10 سال 30 سال عوض شما اگر هم خیلی کار کنین یکی پرزیدنت جمهوری ما چکا کرد نیمشه خطای در فروخ ایستوشه زمین های کشتکارشه در نامشه کرغزستان داد کم کمک با آستا آمد در درنی مقصد همون نامشه نو
ویلایت زد که مقصد همجا را پال نبته آمدن بیرقها را زدن یه مرده که مقصد بچه کلا نمیدون تولد چنده رنگ رود معلومه که تای 30-35 دستی لیکن با همون قدر یوش که هستی تو ای غم زندگی ای فکر زندگی و چیرا اینمی مهاجرت تو را خیر کرده یا نصیحت میکنین درباره غریبا گفته سن برادر میگه که ما 12 سال در فدراسیون روسیه بودم ما عادل دیدم ما ایداره فمس دیدم انا که گوش کو برای چی عادل بردوش برای که دکومنت نکرد این دولت همین این دولت اومدی دکومنت میکنی یا پول میکنی یامینو خب که یامینو دواز شب کش او آدم شهروندی روسیه داره ما طول 3-4 سال ما او را میشناسم او آدم شهروندی روسیه را ما هم داریم ما هم وقت پاتین کردیم وقت ویزمون زاپریت کردن برای چی ویزی ما زاپریت کردن ما برای خودم یک مقصد همینجا یک نفر با نام علی وارد شدگی هستن گوش کنیم چی میگفتگی باشن بعد از آن کم برنامه رو جنبست میکنیم چون که طول 3.5 ساعت است برنامه ما رفته شده است علی رو گوش کنیم چی میگفتم علی سلام علیکم برادر ما از این موجودات هم تو گفتیم اینجا چند نفر هستن که باید خلاصه آنها را گوش کنیم علی هستی السلام علیکم برادر رحمت الله هم برادر وطندار در ما یاد سخن چی گپ زدن بدون بسیار میگه که مهاجرات به سوادن و به چیان مالش بگید هم برادر خودش کجا را خواندگی تمام کردگی من برادر وطندار شما با سوال شد گوری را کجا را خواندگی تمام کردگی کالج آموزگاری کالج آموزگاری بله ما پالتکنیک یونیورسیت خواندگی تمام کردگی کراسین دیپلم قدی وقتی ما در کار در اومدم راهبری همون کارخانه اپراولین گایی نایه فیض‌آباد گفت که هر ماه مدد دالیا میاری میسپاری بعد تو اویلیک تا میگیری دالیا که وای مرا میگه که تو میاری میسپاری وای даже یک برابر اویلیک ما بالا چخه ما کار کنم در اونجا گوش کن برادر عزیز در ساختار دولتداری که ما یک 10% گپ زدم ساختار دولتداری میگوی یگان وقت مهاجر مردم تحقیر نکرد چی؟ حاضر در پیش ما 6 تا آدم شدگی یک تا یمی بیشی ابرازوانی ندارد ما گفته سیم که برادر عزیز 5 تا یمی بیشی ابرازوانی دارد ای برای چه اومده در رسیه کار بیسته اگر بیشی ابرازوانی دارد برای چی در وطن خودش کار نمیکنه در وطن خودش در پیش زن فرزند خودش مقصد و خجالت نشه آباد نمیکنه السلام علیکم بفرمایید السلام علیکم هستید همینجا السلام علیکم هستید السلام علیکم گام بزنید خب تشکر به شما سلیم جان اینجا هستید حضور دارید سلیم جان خواهش میکنم همه را پایان کنید تماشاگران عزیز چه خیلی که اعلان کردم برنامه امروزه ما در حال به آخر رسیدن است و در نهایت خود قرار دارد من چی گفتنی هستم ما همه مخالف و موافق را سخنهایشان را شنیدیم اصلا من این عادت رو ندارم که حرف یک کس را ببرم و او را گپزنی نمانم این عادت رو ندارم و چند نفر از دوستان که اینجا برآمدند با پشتیبانی از حکومت جمهوری تاجیکستان با پشتیبانی از همین رژیم امام الرحمن حرف گفتند آنها را در سر گپشان قطع کردم برای چی برای آنکه این نفرها اگر با دلیل
صحبت کنند و طبق موضوع ما مسئله رو بررسی کنند، یگان وقت سخنشان بریده نمیشه. اما یک نفر میگوید تو در گپزنی هایت چند خطا کردی، یک میگوید خطا رو نمیگوید، دویمش به دویمش میگذارد. این نفر باید داشته شود اول خطاها رو ذکر کند، هم تو از آسمان نگوید که ما خطا کردیم و تمام. و یک نفر میگوید در تاجیکستان خیلی پیشروی ها شده است، میگوید که چی پیشروی ها شده است نمبر نمیکند، به مسئله دیگر میگذارد. این آدم باید داشته شود، سخنش باید بریده شود و با دلیل گپ زند که چی پیشروی ها شده است. ما هم بدانیم. من خیلی میخواهم بدانم که در کشورم چی پیشروی ها شده است. این نفران باید بگویم. و یک نفر میگوید که در سفر امام علی رحمان به اروپا چند مسئله ها به موافقه رسیدند، به همین گپ باید تمام نکند. ما حالا دانستن میخواهیم که چی مسئله ها به موافقه رسیده شد و چی مسئله ها به امضا رسیدند، چی توافق ها بود، باید نمبر میکرد. ما هم میفهمیدیم، تماشابینان ما هم میفهمیدند که امام علی رحمان در اروپا یک پرزیدنت یا خادم دولتی چیکار کرده است. 3 روز گم شد پرزیدنت از تاجیکستان، 3 روز در کشور فعالیت نداشت. در مدت 3 روز فعالیت نداشتنش در اروپا چیکار کرد؟ حالا مهماندار از فرودگاه مهماندار رفته پیشوازش گرفت، از گستریسه به گستریسه گشت، چیکار کرد؟ موزه تماشا کرد، با چیکار کرد؟ ما این رو باید بدانیم. شهروندان باید بدانند که این خادمشان، خدمتگارشان 3 روز گم شد، چیکار کرد؟ حالا باز به مسئله برمیگردیم که شما که یک کدو با کدو سلفی کردن رئیس جمهور رو یک هفته نمایش بدهید، حالا بگویید که در اروپا 3 روز این خادم دولتی گم شد، چیکار کرد؟ به چی مشغول بود؟ چرا خادم دولتی رقم یک کشور را خیلی که خودتون خبر دادید، حالا من به این باور ندارم، مهماندار یک مهمانخانه پیشواز میگیرد، رئیس جمهور دعوت میکند، مهماندار پیشواز میگیرد. باید این مسئله ها پیش از سفر امام علی رحمان بررسی میشدن، در پروتکل ها باید گفته میشد، نشان داده میشد که امام علی رحمان را کی پیشواز میکرد. مهماندار یکی از کارمندان وزارت خارجه فرانسه کی پیشواز میگیرد؟ کدام احمق که این گفت و شنیدها را و این سفر امام علی رحمان را هماهنگی میکرد، به این راضی شد که مهماندار امام علی رحمان را قبول کند. از این روزتون بمیرید، ملت را شرمنده و سرخم نکرده. تو این حد شما تلبه تنتکید که راضی بشوید رئیس جمهور کشورمان را دیرکتور مهمانخانه پیشواز بگیرد؟ شرم و حیا داری؟ ناموس داری؟ از این روز از اینکه اروپا میرفت در همه بونکرهاش میپوسید، میمرد، میرفت. این شرمندگی که یک مهماندار رئیس جمهور یک کشور را پیشواز گرفته است در تاریخ نوشته نمیشد. ای در یادتان دارید که پرزیدنت یک کشور را ضمن سفرش به یک کشور دیگر دیرکتور مهمانخانه پیشواز گرفته باشد؟ حالا من به این باور ندارم. خودی همین حکومتدارای ما، خودی همین رسانه های حکومتی این خبر را دادن. شرمتون بود. اگر خطا کردید که نماینده یک حکومت رو، نماینده یک حکومت که مثال بگذار از وزارت کارهای خارجی فرانسه باشد، شما دیرکتور مهمانخانه ترجمه کرده رسانه‌ای کردید. این هم یک عیب کلان است. شر نمی‌دارید در یک حکومت یک نفر نیافتید که اقلا خبر را درست ترجمه کند. یک کماند رفته بود
با شکوه و شهامت خاصه برای پیشواز گرفتن امام علی رحمان کمانده. همین کمانده نگفت که کی است. نام فامیلش رو نآموختید. پیشواز گیرنده کی بود؟ تحلیلگرا کارمندان مرکزی تحقیقات استراتژی جمهوری تاجیکستان گفته چند زیایانی از رژیم امام علی رحمان تا به آمریکا سربگریز شده. کو پیش فرضیت هایتان، کو تحلیل هایتان، چی شد؟ این خیلی نگران کننده است. هرچند من مخالف هستم به یگان همین سیاستی امام علی رحمان به همین رژیمش به یگان تاش راضی نیستم، اما هرچی هم باشد پرزیدنت تاجیکستان است. تاجیکستان رو نمایندگی میکند. این تاجیکستان رو ملامت همین ملامت هر یکی ما است. یک کسانی که میخواهید این تا مردنش رئیس جمهور باشد، بعد از آن بچهش باشد، بعد از آن دخترش باشد، بعد از آن نیوری چیوری اتبری تو تبریش باشد، همین خیل ننگ به سر برداشته گشته میگیریم. همین خیل حالت گرفته برفته میگیریم. یک کمتر خود بیایید، وجدان هست ای نفرانی که بله بله دارید دستانتون تریل که هست، یک کمتر به خود بیایید، خواهش میکنم. اینجا نهایت برنامه امروزه ماست. سلامت و سربلند و پیروز باشید. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.